سلام محمد حسین. سلام، چطوری همین؟ خوبی؟ قربانت. خب عرضم به حضورت که خیلی سریع بریم سر اصل مطلب. قبلش یه معرفی شاید نیاز باشه انجام بدیم. من که امین کاکاوند هستم. اگه من بخوام تو رو معرفی کنم میگم که محمد حسین مدیر محصوله. بعد عرضم به حضورت که خیلی علاقه داره به عکاس آماتوره و خب یه چیزی هم که اصلا باعث شد این قسمت رو ضبط کنیم همین علاقت به دوربین و تاریخچه برندهایی که دوربین میساختن، فیلم میساختن. چیزی هست که بیشتر از این بخوای مخاطب بدونه؟ آره، معرفی خوبیه. تقریبا کلا من یه ذره نرد چیزای الکترونیکی و اینا بودم از قدیم، خیلی جذبم میکرد. رشته دانشگاهی من برای همین مبنا انتخاب کردم، یه جورایی الکترونیک، برق الکترونیک. بعد و حتی مدیر محصولی هم برام اینو داره. جالبیش اینه که دیگه سکوها هم میتونی عوض کنی، از این اینداستری به اون اینداستری، از این صنعت به اون صنعت. و آره، با عکاسی هم علاقه‌مندم. از سال 92 وسطاش فیلم کردم یه ذره، ولی اخیراً دوباره برگشتم. و با چی برگشتم فکر می‌کنی؟ چه دوربینی؟ فوجی فیلم. آره دقیقاً. که حالا امروز هم می‌خوایم یه ذره در موردش صحبت کنیم. آره اسپویل کردیم رفت. خب می‌خوای خودت یه ذره بازش کنی موضوع؟ آره خب این کلا چیزی که برامون جالب بود، حالا صحبتی که داشتیم این بودش که فوجی فیلم برندیه که امروز زنده است، داره دوربین تولید میکنه و خب دوربین یه بخش کوچیکی از بیزینسشه و خب یه بیزنس خیلی بزرگی داره، یکی از شرکت‌های خیلی معروف ژاپنیه و توی قرن 20 فوجی با کوداک تعریف میشد. یعنی اگه کوداک رو ازش میگرفتیم فوجی خیلی شاید حتی به وجود نمیومد اگه اون صنعت وجود نداشت. و خب کوداک صنعتی رو به وجود آورد که صنعت‌هایی رو به وجود آورد که یا خیلی رشدشون داد که تا امروز هم با ما هستن. صنعت فیلمسازی، صنعت عکاسی، صنعت خیلی چیزای شبیه به این. و خب امروز کوداکی وجود نداره. نمیدونم چند تا از مخاطبای آره یه موجودیت حقوقی کوچیکی هستش، ولی دیگه برند زنده ای نیست. شاید اصلا جنریشن های جدید اصلا ندونن در مورد چی داریم صحبت میکنیم وقتی اسم کوداکو میاریم. آره دقیقاً. و خب سوال اینه که چی شد که فوجی فیلم تا امروز با ما هست، از محصولاتش میتونیم استفاده کنیم، اسمشو میشنویم و کوداکی وجود نداره. سوال اینه کجای مسیرشون فرق میکرده؟ و خب سوالی که امروز هم زنده است دیگه. مثلا کوداک و فوجی فیلم اصلا از این مسئله بذاریم کنار، چی میشه که یه برند زنده میمونه، یه برند میمیره؟ مثال اخیری هم از این داریم به نظرت؟ یعنی اصلا هیچ صنعتی هست که اینقدر دوگانه شده باشه توسط دو تا برند الان؟ شاید پپسی و کوکاکولا مثلا نهایتا. این رقابت خیلی آره سنگین. از نظر دوگانه بودن، آره اون فضایی که اون موقع داشتن کوداک و آره ولی خب پپسی و کوکاکولا امروز زندن این جفتشون. آره. و خیلی هم وضعشون خوبه. ولی اینا یکیشون ولی آره یکیشون از بین رفته. شاید چون که نمیدونم، شاید چون که تکنولوژی که میاد وسط و خب تکنولوژی بازی عمری داره، وقتی عمرش تموم بشه کنار گذاشته میشه، چیزای موج جدید میاد، خیلی احتماله اینکه یه شرکت تو این موج‌ها از بین بره بیشتر میشه. خب کوکا و پپسی تکنولوژی آنچنانی درست. یه چیزی من فقط اضافه کنم، کوداک شاید بگیم مرده به معنای کانسیومر کمپانی، ولی هنوز یه چیزایی داره میسازه که اتفاقا یعنی مستقیم نه ولی نتیجه نهایی کارش داره رو زندگی خیلی آدم اثر میذاره و خیلی دارن باش حال میکنن و اونم فیلم آنالوگه. شاید بگی آقا فیلم آنالوگ دیگه امروز کجا استفاده میشه؟ خب خیلی کارگردانای هالیوود هستن که هنوز اعتقاد دارن که میخوان باید با آنالوگ بگیرن. آنالوگ روش درسته، معروف تریناش نولان و تارانتینو و هنوزم دارن از فیلم‌های کوداک استفاده میکنن. در نتیجه یه جورایی میتونیم بگیم که هنوز کمیت رو نداره ولی کیفیت رو کیفیت رو داره. آره یعنی ما حداقل با نتیجه نهایی کارشون حسابی هم داریم ارتباط برقرار میکنیم. جالبه. شاید نمیدونم، من دوست دارم مسئله رو این شکلی ببینم. شاید اگه بخوایم با ادبیات امروز ببینیم، با ادبیات تکنولوژی امروز، چیزی که امروز تو رسانه ها میشنویم، البته نتیجه نهاییش رو ما نمیدونیم، ولی فرض کن وقتی که دوربین دیجیتال میاد توی بازی، حالا خورده وارد مسئله بشیم، وقتی دوربین دیجیتال میاد توی بازی، مثل فرض کن گوگلیه که صنعت سرچ رو کلاً
غالبه توش، سلطه داره کاملا بهش و یه چیز جدیدی میاد به اسم حالا مدل‌های زبانی بزرگ LLM. اوپن ای آی میاد و خب اصلا وقتی که دوربین دیجیتال میان، کوداک ادعاش این بوده که ما اولین کسی بودیم که ساختیم. پتنتش اصلا مال کوداک بوده تا سال 2007. همونطور که گوگل خیلی وقت داره روی لنگویج مدل بزرگ کار میکنه. ادعا داره روش. مثلا سخنرانی آخر ساندر پیچای بودش، میگفتش که اصلا همش انقدر ای آی رو تکرار کرده بود که یه میم شده بود که ما ای آی کامپانی هستیم. شاید بشه تو اندازه هاش شاید مثلا بشه اینجوری مقایسش کرد. کوداکی که توی قرن 20 مثلا دهه 70 و 80 ما داریم در موردش صحبت میکنیم، یکی از بزرگترین شرکت‌های تکنولوژیک آمریکایی هستش که همه جا رد پاشو میبینیم. فیلماش روی ماه رفته. نمیدونم دوربیناش دست مردمه، کلی لحظه خانوادگی داره ثبت میشه. کوداک مومنت اصلا تگلاینشه. بعد ارزم به حضورت فیلمی نیستش که بدون کوداک ساخته بشه تقریبا. کلی اسکار برده محصولاتش، یعنی فیلمایی که با کوداک ساخته شدن کلی اسکار برده و هنوزم داره میبره. هنوزم دارن میبرن و همه جا توی فضای رسانه ها کوداک هست. کوداک اصلا اسمش گره خورده با آمریکا. تقریبا میشه همچین چیزی گفتش. یعنی خیلی چیزا هستن میگن که از امریکن، از فلان، از ایکس. کوکاکولا مثلا اینجوریه. کوداک این شکلی بوده. خیلی چیزای دیگه. یعنی میخوام بگم که فضای ذهنیمون این شکلی باید باشه. یه شرکت خیلی بزرگ دامیننت توی صنعتیه که مثلا به اسم خودش یه چیز جدید میاد به چالش میکشدش که ادعا داره روش. شاید این شکلی بشه یه خورده. پس یه جورایی میگی این الان موقعیت گوگل و اوپن ای آی و شبیهشه، چالنجر یه ذره شبیهشه. ممکنه کل بیزینس گوگل رو دیسراپت بکنه. آره کاملا ممکنه که اتفاق بیفته. حالا یه جا گفتی که کوداک ادعا داشته روی دوربین و حتی دوربین دیجیتال. اینو یه مقدار هیستوریشو میخوای باز کنی؟ تقریبا همه شرکت‌های دوربین سازی این ادعا رو دارن که ما اولین نفری بودیم که دوربین دیجیتال رو ساختیم. فوجی میگه من بودم، سونی میگه من بودم، هر کی یه چیز میگه، ولی کوداک پتنتش رو زودتر از همه انگار ثبت کرده و تا 2007 این پتنت رو داشته و پول میگرفته از شرکتی که دوربین دیجیتال میساختن. قضیه هم این شکلیه که یعنی یه خورده بیام عقب‌تر. خب من این یه نقل قولی بودش از مدیر عامل فوجی فیلم که از سال 2001 تا فکر کنم همین الان هم مدیر عاملشه. یه کتابی هم داره، همون کتاب هم منبع ما هستش که Innovation Out of Crisis، نوآوری از دل بحران. یه خاطره رو تعریف میکنه از دهه 60 که تازه کارش رو تو فوجی فیلم به عنوان فروشنده، بیزنس دیولپر شروع کرده بوده. بعد میگه که وقتی رفتم فوجی فیلم یه چیزی شنیدم که اصلا فکم افتاد و اونم این بودش که کوداک یه دامداری داره واسه خودش که گاوا رو پرورش میده که ژلاتین فیلماشو از اونجا تهیه کنه. یه معدن نقره داره که نقره‌ای که واسه فیلماش نیاز داره رو از اونجا مثلا چیز کنه، تهیه کنه. و خب اون سالی که ایشون میاد مثلا توی فوجی فیلم میگه که 75 میلیون دلار به ارزش اون روز فروشمون بود و خب کوداک 1.1 میلیارد دلار، 1 میلیارد و 100 میلیون دلار فروشش بوده. این اصلا قابل مقایسه نبودن با هم. یعنی شاید اگه استعاره بخوایم بگیم داوود و جالوت مثلا یه چیز خیلی کوچیکی اومدش دیگه. و میگه اصلا توی تصورات ژاپنی ها نبودش که شرکت‌های آمریکایی رو به چالش بخوام بکشن. با یه همچین اعجوبه‌ای طرف هستیم. و خب کلی داره خرج میکنه برای آرندیش. داستان دوربین دیجیتال هم توی دهه 70 اتفاق میفته. یه آقایی بوده استیو ساسون که 24 سالگی وارد کوداک میشه و تو بخش آرندی بوده و خب با تکنولوژی روزی که دم دستش بوده یه دوربین دیجیتال میسازه. اندازه یه دستگاه توستر در نظر بگیرید. یه همچین چیزی میسازه و خب اینو ارائه میده به مثلا مدیراش. از اون موقع استارت این داستان میخوره. یعنی از اون موقع میدونستن که یه همچین چیزی امکان پذیره که به صورت دیجیتال ما عکس‌ها رو ضبط کنیم، دیگه نیاز به فیلم فیزیکال نباشه که خب خیلی سریع تو میتونی مثلا عکستو منتقل کنی روی مثلا ابزارهایی که داری رو، مثلا اون موقع رو تلویزیون مینداختن ولی کیفیتش اون موقع خیلی پایین‌تر بوده از عکس آنالوگ. آره. و خب این چیزیه که همیشه توی تکنولوژی جدیدی که برهم زننده میشن اتفاق میفته. کیفیت پایینه، منتها خیلی راحت‌تر بهش دسترسی وجود داره و آدمای آماتورتر، حالا آدمای حرفه‌ای بهش اقبال نشون نمیدن ولی آدم آماتورتر ازش استقبال هم میکنن
و آره یه همچین چیزی بوده و خب اگه درست یادم باشه 1/100 مگاپیکسل بوده کیفیت عکس با دوربین امروز. اینی که گفتید برام جالب بود، دنبال مثالایی بگردم که دوباره کیفیت پایین بوده اول توسط اون تکنولوژی که اومده دیسراپت کنه. مثالی که به ذهنم رسید اینترنت و فکس، یعنی اینترنت تا بیاد گسترده بشه شبکه‌ش و اینا، احتمالا خیلی جایی که فکس رو تو ریچ داشتی میتونستی مثلا انجام بدی، مثلا از آمریکا بفرستی به ژاپن یه فکسی، آره موقع اوایل هنوز ممکن نبوده، ولی الان کلی کابل از زیر دریا هم که شده داره رد میشه که همه این شبکه رو به هم متصل نگه داره و دیگه چیزی به عنوان فکس اصلا ما نداریم. حتی مفاهیم خود ایمیل، خود اینترنت کم کم مثل ایمیل، نه بگم رو به انقراض، ولی داره هی بیشتر برای کاربردهای فرمال استفاده میشه تا مثلا آره شما نسل اولی که اینترنت رو خیلی مثلا ادوکییت بودن، دوست داشتن، مثلا میرفت همجا معرفیش میکنن. این سوال همیشه بود خب فکس که داریم، آره. تلفن که داریم، آره. این چه چیز جدیدی داره؟ یه چیزی هم که حالا میدونید، تو میگی که کوداک اولین شرکتی بوده که دوربین دیجیتال زده، قبلش داشتی احتمالاً، آره حداقل از رو پتنتش اینو میدونی، و داشتی قبلش میگفتی که داشتم فکر کنم تو اون زنجیره تامینه تا کجا دیپ شده بوده از گاوداری. خب یعنی ژلاتین رو شاید میشده آماده خرید، ولی تا اونجا دیپ شده بوده. طبیعتا شرکتی که اینقدر آل این کرده، اینقدر رفته توی زنجیره ارزشی دیپ شده، به این راحتی ها یعنی دل نمیکنه. آره مثلا فرض کن که چند وقت دیگه سی پی یویی بیاد که مثلا به جای مثلا سیلیکون استفاده نکنه، مثلا ژرمانیوم استفاده کنه مثلا. بعد این همه کارخونه هایی که مدت ها هدف بودن روی این که مثلا زنجیره تامین سیلیکون رو هی بیشتر و بیشتر توش دیپ بشن که اون یه ذره یونیت مارجینشون مثلا بره بالاتر که تو اون اسکیل بالا احتمالاً چالش بشن. آره قطعا تا چالش میشن این اصلا. و خب دیوارای ورود بازار اصلا از بین میره، ورود صنعت، یعنی چون یه بازار جدید تعریف شده، سی پی یو ژرمانیومی. تو اندازه کسی احاطه داری به اون بازار که اونم تازه وارد شده، هیچ فرقی نمیکنه. یعنی اتفاقا مدیر عامل فوجی فیلم هم خیلی اینو تکرار میکنه. تو خب افتر د فکت این حرفایی که میزنه این که میدونیم، ولی خب خیلی جا تو کتابش میگه که مثلا من میدونستم که هیچ مزیتی نخواهیم داشت تو دنیای دیجیتال. حالا میرسیم به اونجا که چی کار میکنن، ولی یه خورده بیایم عقب‌تر، شاید یه بازی ذهنی، یه مدل سازی ذهنی اگه داشته باشیم. یه فرض کنیم هیئت مدیره کوداکیم، یه جوانک 24 ساله حالا حدوداً میاد تکنولوژی جدیدی رو میگه من بهش رسیدم، دوربین دیجیتاله، کیفیت خیلی کم بدی داره نسبت به محصولاتی که همین الان داریم، 100 مگاپیکسل اصلا قابل مقایسه نیست. 100 مگاپیکسل میشه چند پیکسل؟ آره میشه 10,000 پیکسل. آره بعد میاد یه تحلیلی هم میکنه، اصلا فرض کنیم تحلیل خیلی خوبی هم داره بر اساس قانون مور که اون موقع خیلی تازه گرفته، قانونه مطرح شده، داره خوش اثبات میکنه چند ساله. بعد میاد میگه که تحلیلی که ما کردیم، آنالیزی که داریم، مثلا پیش بینی که میکنیم اینه که تا سال 2005 1975 30 سال آینده این دوربینایی که من الان ساختم که انقدر اندازه توستره، از دوربینای آنالوگی که ما داریم این کیفیتش میرسه به دوربینای آنالوگ و قابل رقابت میشن با هم دیگه. و خب چون که نیاز نیست فیلم بخری، نیاز نیستش، خیلی راحت تر میتونی فیلماتو ذخیره کنی، خیلی راحت تر کار باش، بیشتر استقبال میشه ازش، قیمتش هم کمتره. حتی فرض کن نشستی تو این جزء این هیئت مدیره، چه واکنشی داری واقعا نسبت بهش؟ ببین من اولین چیزی که به ذهنم میرسه اینه که احتمالاً تا همون موقع هم خیلیا عاقبت کسایی که زود وارد یه بازار جدید میشن با یه تکنولوژی ایمچور رو دیده بودن. مثلا قبل از فورد هم خیلیا ماشین ساخته بودن و اون موقع تو به عنوان هیئت مدیره کوداک میدونی داستان فوردو، ولی فورد بود که تو زمان مناسب با پروسه و تکنولوژی مناسب وارد شد و تونست اینو کامرشیالایز بکنه و اون بشه عملا وینر داستان تا مدت‌ها. شاید تا قبل که ژاپنیا و اروپایی‌ها دیگه کم کم مثلا قد برسن به اون اسکیل بتونن برسن. من مثلا اولین تحلیلی که میکردم این بود که حالا اوکی، ولی این الان وقتیه که ما باید روی این تکنولوژی وقت بذاریم یا بعدا؟ شاید البته مثلا فرض کن با یه بودجه کمی میذاشتم ادامه پیدا کنه،
برای اینکه فقط مطمئن بشم که هر موقع وقتش شد احتمالاً من پایونیرم یا بیشتر پتنت ثبت کردم. ولی به قول تو اینا هم یه ذره افتر افکت دیگه. بعد تو داری به من یه چیزایی میگی که باز دوباره شک منو بیشتر میکنه. 30 سال بعد تازه میرسه به همین کیفیت. خب یا مثلا 30 سال بعد تازه اندازه شده اندازه همین دوربینی که مثلا همین امروز من یا دارم. کیفیت منم تا اون موقع بیشتر شده. شاید مثلا رو آرندی اونورم حساب میکنم، میگم از کجا معلوم، شاید مثلا دوربینای آنالوگم، فیلمای آنالوگم یه تکنولوژی بیاد تو مواد شیمیایی که اونام کیفیتشون هی بیشتر شده باشه و نه مثلا باز دوباره حداقل به خاطر کیفیت یه گروهی از آدما دیجیتالو ترجیح بدن. حتی مارکت ریسرچ هم نمیتونی بکنی درست. چی میخوای بهش بدی بگی اینو مثلا با این مقایسه آره ببین یه این اصلا توستر مشکل هر جاییه که داره دیسراپشن اتفاق میفته دیتای پیشینی وجود نداره. همون حرف استیو جابز میشه که مثلا اگه ما از ملت میپرسیدیم چه میدونم، نه در واقع فورد بوده آره اون در مورد فورده. آره اگه از استیو جابز هم ازش نقد کرده و در مورد آیفون 2007 یه همچین چیزایی گفته. آره اگه از مردم میپرسیدیم گفتن اسب سریعتر. در مورد میگی شاید کسی ندونه اینجا، ما چون میدونیم جفتمون. اینکه این شکلی بوده که میگه که اگه من از مردم میپرسیدم چی میخواید میگفتن یه اسب سریعتر بهمون بده. آره نمیگفتن اتومبیل، چون اتومبیلی ندیده بودن. درسته. آره همین اتفاق در مورد آیفون رو سال 2007 افتاده. آره. اگرم مثلا گوشی تاچ دیده بودن تا اون موقع مردم، یه دیوایسی بوده واقعا با یو ایکس خیلی بد که خیلی‌ها ترجیح میدادن برگردن به همون کیبورده. ولی اون میدونسته که میخواد چه آینده‌ای رو بسازه، آینده‌ای که دسترسی به اینترنت تو جیبت باشه، موسیقی خیلی راحت بشه، همون سه تا چیزی که تو اون پرزنتیشن اولین آیفون میگه من اینا رو با هم مرج کردم. آره. یه دونه تلفن، یه بریک ترو اینترنت دیوایس، یه دستگاه جدید برای ارتباط با اینترنت و یه دونه موزیک پلیر خیلی خوب این آیپاد که اونجا هم میگه انا آیپاد، چون آیپاد رو قبلا خودشون ساختن. اونجا هم دوباره همین اتفاق افتاده. دیتای هر وقت تو داری نوآوری میکنی دیتای پیشینی وجود نداره و یه سختی بیت کردن رو نوآوری همیشه همینه. مدل کسب و کاری خود کوداک رو هم بهش نگاه کنیم بد نباشه. اصل سودی که اینا دارن روی فروش فیلمه، یعنی اصلا بیزینس فروش فیلم عکاسیه، فیلم عکاسی و فیلم برداری. دوربین یه چیز کناریه. شرکت‌های دیگه هستن که دوربینای خوبی میسازن، حتی بهتر از اینا. و همون جاهاست که ژاپنیان وارد شدن. کانون و نیکون دارن دوربینای آنالوگی میزنن که بهترین کیفیتشون رو با فیلم کوداک دارن، ولی رو فیلم کسی به پای کوداک نمیرسه. و همه اینو ادعاشون رو ثابت کردن. قبول دارن این حرفو. و یه دلیلش هم حالا اینه که خیلی پروسه پیچیده‌ای داره ساختنش و بسیار دقیق و با ریزبینی و اینا. آره. و خب فرض کن یکی داره بهت میاد میگه که من دارم محصولی رو میزنم که این قسمت گاو شیرده بیزینس تو رو میخواد بکشه. دوربین دیجیتال که به فیلم نیاز نداره. و خب دوربینم من روش درسته خوبم ولی بهترین بازار نیستم. یه سوال، این گاو شیرده رو گفتی، اون موقع ماتریس BCG بوده؟ BCG بوده؟ BCG بوستون کانسالتینگ گروپ کی تشکیل شده؟ فکر نکنم. بوستون که بوده فکر کنم. BCG اون موقع بود. الان میتونیم سرچ کنیم. ولی ماتریس بود. آره میتونیم یه سرچی بکنیم. جالب میشه. چون میدونی اینم شاید یهو دوباره از اون افتر دفکتا باشه، یعنی اصلا گاو شیرده و نمیدونم ستاره، این شاید آدم‌ها اصلا موقع اینجوری فکر نمی‌کردن، یعنی میگفتن این که شیرشو میده خلاصه. حالا آره مثل اینکه یه آقایی به اسم بروس هندرسون سال 1970 این ماتریکس رو معرفی میکنه که یه خورده جلوتر هم میرسیم. ماتریس BCG تازه معرفی شد 1975 ساله. خیلی اتفاقا ترند هم باید باشه و احتمالا اینا از مشاوره های این شرکت‌ها دارن استفاده میکنن، چیز دارن، ادبیات گاو شیرده رو داریم. پس میاد میگه که آره این گاو شیرده ماست، میخواین هم مثلا این چیزی که هستش تایم تو مارکتمون حتی ممکن اشتباه باشه کلی ضرر کنیم و خب بذاریم بقیه بیان تو بازار ببینیم چه اتفاقی میفته. حالا ما هم کم کم میریم سمتش ولی اگه خیلی زودم بخوایم این بازار رو دیولپ کنیم، توسعهش بدیم، ممکنه این گاو شیرده ما از بین بره. یه نگاهی که اینجا استیو جابز داشته، باز دوباره مقایسه میکنم، شاید هم یه جورایی درس گرفته از همین اتفاق کوداک یا اتفاقای مشابه، اینه که میگه که من همیشه ترجیح میدم یه محصول دیگه خودم سهم بازار اون یکی رو خراب کنه
تا یه محصول رقیب. مثلا در مورد آیفون و آیپاد اینو میگفتن همه تحلیلگرا که خب اینی که زدی خیلی محتمله که الان محصول ستارت و موقع آیپاد بیشترین فروشو داشته، دقیقاً اینو کامل کلیک کنه، اتفاقی که افتاد. امروز دیگه آیپادی وجود نداره، ولی با اون مایندست میدونی همیشه کمپانی بالا و جلو حرکت میکنه. استیو جابز هم جایی بوده که اینا رو دیده تو تاریخچه، هیستوریش بوده، جلوتر بوده. و خب این حرف 2000 خورده میزنه. ادبیات نوآوری برهم زننده تو دهه 90 میاد، این 20 سال قبل از اونم هستیم حتی. شاید خوش درس عبرتی شد برای این داستان. دستشون درد نکنه. آره، حالا اینکه میگیم درس عبرت شد، سال 2012 کوداک اعلام ورشکستگی کرد. یا بخوایم دقیق تر بگیم درخواست چتر حمایتی دولت رو کرد برای اینکه از ورشکستگیش جلوگیری بشه، چون ورشکستگی خیلی دیگه نزدیک میدید. آره، بعد اینکه ولی خب کوداک با این حال 11 سال بعد یه دوربین دیجیتال وارد بازار کرد، یعنی دقیقاً همین مسیر رو رفتن. کم کم روش یه پولی گذاشتن تو اون آرندیه که حالا دوربین دیجیتال هم اومد، ما باشیم توش. یعنی اصلا نذاش کنار کامل. این خیلی مهمه بدونیم. درسته. آره. خب با این مقدمه فکر کنم خوب باشه که بریم سراغ این که یه خورده در مورد هیستوری این شرکت ها بدونیم. کوداک از کجا اومد؟ فوجی فیلم از کجا اومد؟ چه اتفاقاتی براشون افتاد؟ خب الان میتونیم با داستان کوداک شروع کنیم، چون که قدیمی تر هم هستش دیگه، از قرن 19 که داشته کار میکرد تو این بازار. نکته‌ای داری واسه شروعش بخیر بگی یا من؟ نه، به نظرم تو شروع کن. خب بخوایم شرایط تولد کوداک رو در نظر بگیریم، باید بریم تو قرن 19، مثلا سال 1870 1860. حالا با خود جورج ایستمن کاری نداریم. اون دهه، در اون قرن اگه بخوایم بررسیش کنیم، این شکلی بوده که دوربین اختراع شده بوده. یه سری آدم بودن که علاقه داشتن، خیلی تخصصی کار میکردن. دوربین هم این شکلی بوده که یه چیز خیلی گنده‌ای، خیلی ثابت باید میمونده، سوژه باید مثلا چند دقیقه اصلا تکون نمیخورده. بعد فیلمی نبوده اون موقع به اون صورت، شیشه بوده که روش مواد شیمیایی میریختن، پلیتایی که روش مواد شیمیایی میریختن. از شب قبلش باید مثلا این کارو میکردن. مواد شیمیایی در واقع چی میگن، خشکم نبوده، خیس بوده. بعد وت پلیت میگفتن بهش. کلا کار سختی بوده، مثلا یعنی کلا کاری بوده که هر کسی نمیتونسته بکنه، خیلی هم گرون بودن. حالا چه اتفاقی میفته اینجا من یه لحظه چیز بکنم. عکسای مثلا سیویل وار، جنگ داخلی آمریکا رو سرچ کنید، همه تقریبا تو همچین شرایطی با همین دوربینا گرفتن. ناصرالدین شاه و اینا فکر کنم عکساشون تو همین. آره، اولین دوربینایی که گرفتن ازش عکس گرفتن همین جوری بوده. بعد خب تو این شرایطه که یه کارمند بانکی که در واقع بوک کیپر بوده، حسابدار بوده، جورج ایستمن، به اسم جورج ایستمن، برای اینکه از املاک و مستقلاتی که می‌خریده و می‌خواسته بفروشه عکس تهیه کنه، یعنی به نظرش میرسید که این کار میتونه اینو جلو بندازه دیگه، یه ادوانتیجی بوده. عکس میگرفته و ملت میدیدن زمین‌هایی که می‌خواسته بفروشه رو میاره به عکاسی، که خیلی کار سخت بود. یعنی خودش که تعریف میکنه میگه که من $5 دادم تا یه نفر که حرفه‌ای بود بهم درس بده، بهم یاد بده که چه شکلی عکس بگیرم. تمام این چیزایی که گفتیم رو. $5 عدد زیادی بوده براش اون موقع. $5 خیلی زیاد بوده فکر کنم. حالا هم اثر تورمیشو باید حذف کنی. برای جورج ایستمن چقدر درآمد داشته؟ شاید مثلا آره شاید $500 هم نداشته. آره شاید اونقدر چیز نبوده، ولی میگیره، استفاده میکنه، میبینه که چقدر تجربه بدی داره. همزمان توی بریتانیا یه گروهی مثلا کم کم داشتن از صفحات خشک استفاده میکردن. یعنی پلیتایی که چیز بوده دیگه، مواد مثلا شیمیایی خیس نبوده، یه چیزی از قبل میذاشتن روش و خیلی راحت تر میتونستن. این آشنا میشه با اون، چون ژورنالاشون رو میخونده و میره مثلا خیلی مثلا جزء ارلی آداپتورها بوده توی آمریکا که میگه که مثلا بیایم اینو استفاده کنیم ببینیم چطوریه، و خب خوبم بوده. بعد خب فکر بیزینسی هم داشته احتمالاً دیگه، میگه که خب احتمالاً خیلی آدمای زیادی به این ازش استقبال میکنن، بیایم کارگاه بزنیم و تولید کنیم اینا. و خب این جورج ایستمنی که ما داریم در موردش صحبت میکنیم،
آدمیه که مگه چند نفر اون موقع بودن تو آمریکا، مثلا جز اولین نفرایی بوده که عکاسی میکرده. مثلا اگه برگردیم اون موقع عکاسای زیادی نبودن. بعد مارکتینگ ایجنسی ها، آژانس های مارکتینگ بازاریابی علاقه داشتن به عکس، چیز جدیدی بوده خیلی. و خب پیشنهاد میشه بهش که آقا از عکسات ما استفاده کنیم. موقع یه ایجنسی بوده به اسم آنتونی و خب احتمالا اینا رو که کنار هم میذاشته میدیده که بیزنس جذابی میتونه اون وسط شکل بگیره، هم به عنوان کسی که عکس میگیره میفروشه به ایجنسی ها، هم به عنوان کسی که فیلم میتونه فیلمای خشک درست کنه و بفروشه. یه چیزی که برای من جالبه همین تو این داستان اینه که این استریوتایپی که من از کارمند بانک دارم یه آدمیه که خیلی مثلا ساحل امنیت گزینه، خیلی شاید اصلا اهل ریسک نیست، ولی این کارمند بانک انگار یه کارمند متفاوتی بوده. یعنی همین که اصلا خارج ساعتش، یعنی اصلا میخواسته وارد بازار هم املاک بشه، املاک مستقلات بشه. همیشه یه چشمش به بیرون هم آره بوده. آره جالبه. و اینکه ایستمن موقع، یعنی در مورد خانواده‌اش چیزی میدونیم از کجا اومده بوده، یا اینکه مثلا مجرد بوده، متأهل بوده، موقع چند سالش بوده اصلا؟ فکر کنم سنشو گفتی البته 22 سالگی، ولی این داریم در مورد سال 1870 صحبت میکنیم دیگه. یعنی نسل قبلش که پدرش باشه مثلا 1850 1840 اینا. خب بعد اسمش جورج واشنگتن ایستمن بوده، احتمالاً یه نسبت هایی هم داشتن باشید. و خب توی راچستر نیویورک اینا جز خانواده هایی بودن که یعنی باباش مثلا دانشگاه تأسیس کرده. و خب خانواده‌ای بودن که انگار تو اون کامیونیتی اونجا شناخته شده بودن، حداقل شاید متمول نشه گفتش، چون مثلا من چند تا منبع که چک کردم خیلی داشتن تلاش می‌کردن بگن که مثلا اینم تو سختی شروع کرد، اینم مشکلات داشت، اینم فلان داشت. مثلا میگفتن باباش مردش هیچ ارثیه‌ای نذاشته بود و این مجبور شد کار کنه ولی خب جزء خانواده شناخته شده بودن توی اون کامیونیتی راچستر. هنوزم هدکوارتر کوداک فکر کنم جزء تنها دارایی‌هایی هستش که مونده از کوداک توی راچستر نیویورکه. و خب راچستر میگن هر جا تو بری یه اسمی از کوداک میبینی. هنوزم اینجوری هستش. آره. و خب آدم عجیبی هم بوده، مثلا تا آخر عمرش تو تنهایی زندگی میکنه، خیلی با آدما نمیتونسته ارتباط خوبی بگیره، ولی خب خیلی تو بیزینس هم آدم سختی بوده، کارمنداش هم خیلی دوستش نداشتن. آدم کارمند بانک تیپیکالی که تو میشناسی نبوده. و خب احتمالاً کارمند بانک اون موقع، بانک هم اون موقع صنعت نوپاییه نسبتاً. فکر کنم مثلا با کارمند بانک امروز حالا تو هر کشوری که یه صنعت مثلا خیلی گنده‌ایه که کاملا ساحل امن تو هست، فکر کنم یه خورده فرق داشته باشه. توی توی کار میگه آدم سختی بوده، یعنی انعطاف کمی داشته یا چجوری سخت بوده؟ ببین مثلا شعبه لندنشون به مشکل مالی که میخوره میگه که مشکل شماست، من به شما پولی نمیدم، خودتون حلش کنید. خب یا مثلا میگن که به کارمنداش خیلی سخت میگرفته، ساعتهای کاری طولانی، بعد خب با مواد شیمیایی اینا کار میکردن، بعد بیشتر کارمنداش زن بودن که به خاطر اینکه حقوق کمتری احتمالاً میتونسته بده بهشون، خیلی بهشون سخت میگرفته. حالا اینکه گفتیم یه همچین آدمی بوده. آره. و فکر میکنم آمریکای اون روز از نظر قوانین کار خیلی پیشرفته نبوده، خیلی پیشرفته قبل از انقلاب. یعنی حتی اگه امروز هم به نسبت اقتصادهای یه ذره سوسیالیستی عقب‌تر از نظر حمایت از کارگر و اینا، موقع دیگه احتمالاً خیلی عقب بود. آره یعنی تاریخو که نگاه کنیم، فورده که میاد شرایط کاریو، ساعت کاریو کم میکنه، حقوق کارمنداشو میبره بالا. تقریبا یه 20-30 سالی قبل از فورد داریم حرف میزنیم. ولی خب آره، یعنی از وت پلیت میرن به سمت درای پلیت، از اولین نفرا بودن، هرچند رقابت خیلی زیاد میشه، کارگاه مختلفی میان، ولی یه موج جدیدی هم داشته اون موقع شکل میگرفته که از حتی این پلیت هایی که حالا شیشه‌ای و اینا بودن برن به سمت نوارای فیلم برداری، یعنی مثلا یه ورقه های انعطاف پذیری باشن، بشه لولهشون کرد و رولشون کرد
و اینکه حالا اتفاقا کودک از اولین کسایی بوده که یه همچین چیزی پتنتش رو ثبت میکنه که یه رولی بوده که 100 تا فیلم توش بوده و این رو چیز میکنه. و اینم میدونی مسیر تکاملیش برای این بوده که اگه بشه تو اون رولو بسازی، هم میتونی سریعتر عکس بگیری، یعنی لازم نیست هر بار عوض بکنی، هم میتونی دوربینای کوچیکتری بسازی و اینکه باز دوباره زنجیره توزیع تو تأمین تو اینا شاید سریعتر و ساده تر بشه. و میدونی یه جورایی داشته از یه صنعتی که یه عده آدم خاص متخصص بلد بودن فقط انجامش بدن، کاری که اونا بلد بودن انجامش بدن، هی کانسیومرایز میشده که مصرف کننده نهایی بتونه خودش لحظه ثبت بکنه. آره اتفاقا فیلمی که اینا تولید میکنن کیفیت پایینی هم داشته نسبت به اون پلیت‌های قدیمی و خب عکاسای تخصصی میگن که این کیفیتش خوب نیست، اصلا استقبال نمیکنن. خب احتمالا همینم باعث میشه که برن به سمت آدمایی که آماتورن. درسته. آره و این خودش یه ویژگی مهمیه در مورد کوداک که به نظرم جلوتر میتونیم بهش اشاره بکنیم که چی شد که نتونست مثلا با موج جدید همپا بمونه. من اینجا حالا یه چیزایی دارم برای ذکر. آره میتونیم بریم. حالا به نظر من نکته جالبی هم که اینجا وجود داره اینه که خود کوداک، یعنی شروعش با حالا اون موقع ادبیاتش وجود نداشته ولی یه جورایی دیسراپت کرده، در هم زده بازار رو. دوربینای برانی و اینا وارد بازار میکنن که در واقع دوربین ارزون تری بوده، البته بازم اونقدر ارزون نبوده، $26 بوده که حالا من داشتم نگاه میکردم حقوق 3 ماهه کارگر بوده. آره چیز کمی نبوده. آمریکای خیلی فقیرتری هم فکر می‌کنم صحبت می‌کنیم، پس یعنی هنوز اون قدرت جهانیه نیست، اون ابرقدرت نیست، اولین اقتصاد دنیا نیست و $26 حقوق 3 ماه کارمندش. آره تقریبا نیم قرن فاصله داره تا قدرت اول دنیا شدن. و خب یه مدتی هم گذشته که از جنگ‌های داخلیش و اینا گذشته، تا نیم قرن هم از اون موقع گذشته اگه اشتباه نه احتمالاً کمتر 1880 طول کشید فکر کنم. آره ولی خب تازه از جنگ‌های داخلی داره میاد بیرون آمریکا. و شعارش این بوده که دکمه رو شما فشار بدید، شعار این دوربین جدیده، بقیه‌اش با ما. و واقعا هم همین بوده، این یه شاتر داشته، فقط میکشیدن نور وارد میشد، عکس میرفته رو فیلم، رولو میچرخوندن، لنز خیلی ساده‌ای داشته، چیزام نداشت، چشمی نداشته که بفهمی چه منظری. خیلی خیلی عکس خراب میشدن چون نمیدونستن چه منظری رو گرفتن. خب یه مکعب مستطیل بوده، $26. وقتی 100 تا عکس تموم می‌شده پست می‌کردی واسه کوداک، یعنی بیزنس مدلشون این شکلی بوده. یه شباهت با نتفلیکس داره، حالا میتونیم بعداً بگیم. ولی جالبه که با همین شعار بعداً از بازار حذف شد توسط موبایل فوتوگرافی. دقیقاً میفرستادن واسه کوداک چاپ می‌کرد عکسای چاپ شده رو با دوربین شارژ شده براشون میفرستاده. شارژ شده یعنی دوباره فیلم توش گذاشته فیلم بوده. آره این اولین دوربینی بوده که وارد بازار میکنن. حالا یه خورده که جلوتر من یادم حالا موقع تو ایرانم مسئله بود اینه که میدونی این روزا ما عکس و یه جورایی بخشی از حریم خصوصیمون میدونیم یا حداقل یه سری به عکس‌ها رو و خب از این بابت این خیالم راحته که کل پروسه‌ای که قراره طی بشه همونجا رو گوشی خودمون داره طی میشه و انشالله که جایی ارسال نمیشه. ولی این که تو عکاسی آنالوگ بالاخره شما باید میدید دست یکی دیگه برای ظهور عکس، مگه اینکه خودت بلد بودی و امکاناتشو داشتی که خیلی‌ها نداشتن، معمولاً یکی از مسائل مهم بود که تا یک قرن هم این اتفاق ادامه پیدا می‌کنه. آره خصوصا تو ایران من یادم میاد و به خاطر مسائلی که حالا ما به شکل فرهنگی خاص اینجا داشتیم، یادم میاد که مثلا یه سری چاپخونا میگفتن که ما اون کسی که ظهور عکس رو انجام میده خانومه، خیالتون راحت بابت این موضوع. یعنی اگه عکس خانوادگی گرفته بودی حالا با اون دوربینای مثلا زمان ما مثلا یاشیکا مثلا خیلی مد بود، یعنی مثلا شاید رایج‌تر بود اون دوران که من یادم میاد از عکاسی آنالوگ، چیزی که دست خانواده ها باشه منظورم اینه، مگر برای حرفه‌ای‌ها که بیشتر همون شاید نیکون کانون اینا. بعد اینو مثلا همیشه میشیدم از چاپخونا که ازم گفتم ما مسئول ظهورمون مثلا خانومه.
بعد آره این خیلی جالبه و دوباره داره برعکسش هم به وجود میاد. یعنی الان توی پیکسل 8 پرو که گوشی بود که تازه معرفی شد، یه سری پروسسور رو شما در صورتی میتونی انجام بدی که عکس آپلود بشه به کلاود گوگل و برگرده. یعنی انگار اون پروسس ظهور منتها به صورت پست پروسس هوشمند توسط ای چون الان نمیتونه لوکال انجام بشه روی دیوایس، یه جورایی برگشته دوباره. حالا خیلی فاصله داریم تا مین استریم شدن، ولی احتمالاً اگه یک کمپانی مثل اپل هم این کارو بکنه دیگه دوباره مین استریم بشه و واقعا هم بعد وایسی مثلا نیم ساعت بعد وایسی که مثلا جوابش برگرده از کلاود گوگل. چیز جالبه. آره اینم بالاخره چیز عجیبیه. آره مثل اینکه 13000 تا از این دوربینا اون زمان میفروشن. حالا الان عددی نیست ولی خب اون زمان انگار که بستسلر دوربینای اون زمان بوده. روزی 6000 تا عکس انگار چاپ میکردن. حالا یه چیزی بخوایم یه عددی بخوایم بدیم، پس خیلی زود بعد میرفته سراغ این که بفهمه چه جوری میتونه اسکیل بکنه. آره اسکیلش رو نیاز داشته و خب اون فیلم های رول شونده هم انگار یه مشکلی داشتن که یعنی باید فیلم رو جدا میکردن از اون کاغذی که بهش چسبیده بوده، میذاشتن روی شیشه‌ای که پس ترانسپرنت شفاف باشه پس زمینش. و خب یه موج بعدی هم از اینجا شروع میشه دیگه، چطوری فیلم شفاف تولید کنیم که دیگه این پروسه هم نیاز نباشه سریعتر. موانعشون یکی که داشتن از راه برمی‌داشتن که اتفاقا پتنت بعدیشون هم اینجا ثبت میشه که فکر کنم خیلی تاثیر داشته روی صنعتشون. و خب یه صنعت دیگه هم اینجا متولد میشه به خاطر این پروسسی که سریع میتونسته، یعنی فیلم خیلی سریع گرفته میشد، یعنی عکس سریع گرفته میشده خیلی سریع و سریع هم چاپ میشده. اینجا بوده که صنعت سینما شکل میگیره که خب بست سلرشون میشه. یعنی کلا بیشتر بیزینس اینا کم کم، یعنی از یه سهم خیلی کوچیک این صنعت هی بزرگ و بزرگتر میشه. سرگرمیه، آدما دوست دارن میرن سینما فیلم رو میبینن و خب اینجا بوده که هم کودک کمک میکنه که صنعت سینما سریعتر رشد کنه و هم صنعت سینما با رشدش کودک رو میکشه میبره بالا. واقعا یک کلید اصلی اینجا این بوده که اون پروسه ثبت عکس روی اون فیلمه بتونه خیلی سریع باشه که تو بتونی سریع اون رول فیلمو بچرخونیش و چون تونستی با سرعت زیاد بچرخونیش بتونی از کنار گذاشتن مثلا 30 فریم بر ثانیه یا حالا 30 فریم که البته رایج هم 24 فریم اول فکر کنم حتی کمتر توی سینما بتونی یه تصاویر متحرکی بسازی که بتونیش بگی فیلم. آره و خب این شکلی بوده که کوداک، یعنی فکر می‌کنم از اینجا بوده که این رشد عجیب کوداک شروع میشه و خب شرکت خیلی متمولی میشه. دوربینای صنعت سینما هم خیلی سریع پا میگیره. مثلا ما گان وید د ویند 1934 داریم. آره که بزرگترین فیلم. آره که 3-4 ساعت هم هست. آره یعنی فکر کن چقدر سخت بوده اون موقع با تکنولوژی اون موقع فیلم به این طولانی که احتمالاً با کوداک ضبط شده، احتمال زیاد. و خب من یه اشتباهی کردم فقط اینجا اصلاحش کنم. دوربین برانیو گفتم اون موقع چیز میکنن ولی دوربین برانیو اینا توی سال 1900 میدن تو بازار. دوربین اول هم اسمش کوداک بود، اصلا اسم کوداک هم از اونجا متولد میشه. میگن چه اسمی بذاریم روی محصول جدید. جورج ایسمن هم دنبال اسمی بوده که هیچ معنی نداشته باشه، حرف کی رو هم دوست داشته. یه چیکار کنیم کودک، حالا هیچ معنی نداره این اسم اگه دنبال معنی هستیم نداره. بعد آره دوربین برانی که میاد تو بازار، فرض کنیم دوربین کوداک اولیه $26 بوده، دوربین برانی $1 بوده. که این دیگه اومد تقریبا تو حقوق کارگر. آره این دیگه کاملا اومد تو حقوق کارگر. آدما کلا دموکراتایز میگن، دموکراتایز کرد صنعت عکاسی و همه میتونستن عکس بگیرن، همه میتونستن استفاده کنن. حتی خیلی وقتا برای بچه‌هاشون میخریدن خانواده ها. و خب این بچه‌ها بزرگ که میشدن بعداً دوباره از فیلم‌های کودک استفاده میکردن. فرهنگش انگار داشت جان. خب برای مقایسه ببینیم فیلم‌ها چقدر بوده قیمتش هر رول فیلم، چون خیلی این منو یاد همون بیزینس مدل معروف چیز میندازه دیگه، ژیلت. فکر کنم اونجا البته هنوز این بیزنس مدل داشته شکل نگرفته بوده. یعنی دوربینو میفرستادن کوداک شارژ میکرده براشون، یه درصدی هم میگرفته احتمالاً برای خدمات. یه جوری پس بعد هم هزینه خدمات رو بدیم. آره یه هزینه بالاخره اون بوده که تکرار میشده تو بیزینس. خب در مقایسه با قیمت دوربین باید معقول به نظر میرسید دیگه.
قطعا زیر $1 بوده. اکتیو یوزر هم از همون آره. موقع فکر کنم مهم آره. شد تو بیزنس. چقدر چون اگه بخری دوربین رو بذاری یه گوشه و کاریش نکنی هیچ درآمد جدیدی هم چقدر آره به یوزر نمیرسه، به کودک نمیرسونی. آره. بعد و خب انگار این شعاری که مثلا بیل گیتس باش معروف شده که میگه هر خونه تو آمریکا باید یه کامپیوتر توش باشه یا هر میز یه کامپیوتر، انگار این خیلی سابقه داره. یعنی فورد هم هر خانواده یک ماشین، هر مثلا اینم انگار شعارش این بوده که هر خانواده یه دوربین عکاسی باید توی خونش باشه که بتونه لحظه هاشو ثبت کنه. مثل که یه بخشی از اون رویای آمریکاییه آره. که هر بیزینسمنی میخواد بزرگ بشه بالاخره میخواد تو هر خانواده یه دونه از محصولش هر چیزی آره. از وارد کنه. آره. این سرمایه‌داری اینش خیلی جذاب و خوبه. اگه نبود احتمالاً ما خیلی چیزا رو نداشتیم. و خب 150,000 تا براونی میفروشن تو سال اول که مقایسه کنیم با اون 13,000 تا که تو یک سال 13,000 تا میفروشه از کوداک. 150 این 10x 10 برابر میشه فروشه تو یک سالش. و خب اینجا فکر کنم دیگه شروع این رشد عجیب و غریب کوداک رو داریم میبینیم. البته کم کم جورج ایستمن کناره‌گیری میکنه سال 1925 و خب انگار پایان خیلی خوبی هم نداشته. دوست داری این نکته بود که تو بهش رسیده بودی؟ آره. کردیتشو بردار. آره جورج ایستمن خودکشی میکنه سال 1932 و میگن که حالا نمیدونم چقدرش واقعی چقدرش غلطه، یه سویساید نوتی داشته، یادداشت خودکشی داشته که نوشته بوده که من هر کاری که میخواستم و دیگه انجام دادم و دیگه نمیخواسته ادامه بده. خلاصه یه ذرم بعد ببینیم دیگه اون یعنی که چی میشه که اینجوری میشه، همون که گفتی دوست داشته بیشتر تنها زندگی بکنه یا مثلا از این آدمای آیا میشن دریون بوده، من مأموریت باید انجام بدم برای این بدون یا اومدم زندگی معنیش اینه هدفش اینه و حالا که فولفیل شده دیگه معنی نداره. حتی بیماری هم داشته که داشته فلج میشده و خب تنها هم بوده. بعد خیلی یعنی این رویای آمریکایی مثلا این گتسبی بزرگم اون زمانه احتمالاً اینم دقیقاً همینه، یه آدم پولداری که کلی مهمونی میگیره، آدم تنهاییه و خب دنبال اینه که حالا یه نفر بیاد تو اون مهمونیه. ولی خب اینم خیلی مهمونی میگرفته، خیلی مثلا شکار میرفته، کلی آدم با خودش میبرده. یعنی پولدار که میشه خیلی آدما بهش نزدیک میشن و خب احتمالاً خیلیاشون دنبال یه چیز دیگه بودن، نه صرفا دوستی با این. کم کم زده میشه ازشون، این جمعه هی کم و کمتر میشه و خب این که همه کاری که دوست داشتن بکنه اما انگار واقعا مثلا اون موقع اوج قله بوده. مثلا اینا یه در واقع یه مجسمه اگه بسازیم مثلا ترکیب هنری فورد و چیز و ادیسون و مثلا هاوارد هیوز و نمیدونم مثلا همین ایستمن جورج ایستمن و اینا احتمالاً ترکیبشون میشن اون رویای آمریکایی اون موقع. یه در واقع یه اوج چیزی بوده که میتونستن به دست بیارن. خیلی هم شبیه به هم بوده چیزشون، شخصیت ها بود. و بچه‌ای هم نداشته نه؟ پس شرکت ایستمنا تقریبا منقرض میشن و شرکت نمیتونه مسیر خانوادگیشو طی بکنه. آره ولی خب اتفاقی که تو آمریکا هم البته خیلی نمیافتاده برخلاف ژاپن که خیلی بیزینس خانوادگی جلو میرن حتی همه امروز. خب بعد از این جورج ایستمن کوداک چه مسیری میره؟ میدونم که یکی از مهمترین نوآوریاشون دقیقاً بعد از اونه که بیشتر هم کمک میکنه که پوزیشنشون مونوپولایز بشه، یعنی فیلم رنگی. ببین این شکل، حالا قبل از اینکه برسیم به اون فکر میکنم خوبه که به فوجی هم یه سر بزنیم، چون 2 سال بعد از خودکشی جورج ایستمن سال 1934 یه شرکت فیلمسازی تو ژاپن تصمیم میگیره که بخش فیلمسازی ساخت فیلم‌های عکاسی و فیلمبرداری خودشو جدا کنه، چون سوده نبوده، میخواستن سوده بشه، یعنی بخش چیزی نبوده، دوست نداشته خیلی نگهش داره، مستقلش میکنه حالا زیر مجموعه دیگه که فوجی فیلم اونجا متولد میشه. حالا اسمش فوجیه، کوه فوجی. آره به خاطر کوه فوجی که آره کوه فوجی که نماده توی ژاپن. و خب توی تاریخچه‌شون اینا میگن که ما نیاز به آب و هوای خوب و مثلا آب خوب و این چیزا داشتیم توی ساخت مثلا چیزای با کیفیتی می‌خواستیم، رفتیم کنار کوه فوجی زدیم، تو دامنه‌های کوه فوجی تأسیس کردیم شرکتمون رو.
امروز چی میگن؟ امروز نمیدونم، برای سنسور و سی پی یو احتمالاً نمیدونم، گرد و خاک کمه میگن اینجا. فکر کنم خیلی مناسب نباشه. آره. خب و خب اینجاست که فوجی فیلم متولد میشه، منتها زمانی متولد میشه که توی شرایط مالی خیلی خوبی نیست. شرکتی که داره ازش الهام میگیره، کودک، خیلی شرکت بزرگیه، تقریبا دنیا رو گرفته، تو کشورهای زیادی داره میفروشه. و خب تو این شرایطه، یعنی سال 1934 هم چند سال قبل از جنگ جهانی دومه که ژاپن با خاک یکسان میشه. توی همچین شرایطی متولد داره میشه فوجی فیلم. حالا نکته‌ای داری در مورد؟ آره، یه چیزی هم که حالا به جنگ اشاره کردی جالب بوده این بوده که فوجی یه جورایی کارشو از لنزا شروع میکنه و برای حالا ارتش ژاپن یه سری دوربین تلسکوپی میساخته. خیلی خیلی کمپانی‌ها رو برگردیم رگ و ریشه جنگ جهانی دوم میبینیم تو، آره، مثلا تو آلمان نظامی شروع میشه. آره یا یه جورایی- جون میگیرن. آره اونجوری شروع میشه و از اولم فقط روی عکس برداری متمرکز نبوده، یه چیزی خیلی متفاوت با کوداک که انگار جورج ایستمن اومد مشکل خودش رو حل کنه، بعد هی بیشتر و بیشتر و بیشتر عمیق شد توی عکس برداری. ولی فوجی انگار اینجوری بوده که آقا این کمپانی میخوام برانش کنیم، حالا تو حوزه‌های مختلف هر توانمندی به دست آوردیم میریم امتحانش میکنیم. یه نکته که برای من خیلی جالبه اینه که توی تاریخچه فوجی فیلم که نگاه میکنی، دقیقاً وقتی فیلم سازی و این فیلم عکاسی و اینا که داریم میگیم، مووی میکینگ منظورمون نیست، فیلمایی که میساخته اونقدر انگار هنوز سودده نبوده. ولی همونطور که خودت گفتی جنگ که میاد و نیاز به حالا لنز و دوربینا و اون حالا دوربینایی که میساختن بر ارتش ژاپن، یه تقاضایی اینجا شکل میده و خب خیلی اینا رو تقریبا میکشه بالا و خب بعد از جنگ هم این باهاشون میمونه، دوربین تولید میکنن، لنز تولید میکنن و خب اون صنعت فیلم، همین دوربین که تو تولید میکنی فیلم هم نیاز داره دیگه، اونم کم کم باش رشد میکنه. همون شرکت مادرشون که فیلم سازی بوده اونم کم کم احتمالاً حالا کلا اون صنعت تو ژاپن میگیره، اونم حالا میکشه اینا رو بالا. آره. و اینم به نظرم باز دوباره یکی از اون جاهاییه که فوجی یه ذره متنوع‌تر از کوداک عمل کرده، اینکه همین لنز وارد لنز ساختن شده. این چیزیه که حالا باز دوباره اسپویلر آلرت بعدن موند براشون. یه کمپانی جدایی دارن مثل فوجینان یا فوجینون، نمیدونم چجوری خونده میشه، که این لنزاشون رو میزنه و تو میتونی لنز بزنی مستقل از اینکه فیلم تولید بکنی یا نکنی، مستقل از اینکه بدنه دوربین تولید بکنی یا نکنی. البته اینا با ظهور دوربینای SLR که شاید 10-70 اومدن محقق شد یه ذره جلوتره، ولی باز دوباره یه زمینه‌ایه که انگار باعث شده که فوجی متنوع تر باشه رنج محصولاتش از کوداک که آل این کرده بود روی فیلم. یعنی انگار که چون همیشه یه آندرداگ به قول معروف بوده، خب یه کسی بوده که نه شرکت مادرش گردن گرفته اینو، نه توی صنعتی اول بوده، همیشه دنبال یه فرصتی بوده که یه جایی پیدا کنه و بتونه هی ازش تبدیلش کنه به ماشین پولسازیش و خب به خاطر همین خیلی براش حیاتی بوده نوآوری کردن یا رفتن سمت موجهای جدید تکنولوژی که خب اینم کمکش میکنه دیگه. یعنی بعد از جنگ جهانی فیلم‌های رنگی میان که میدونیم از معدود شرکتاییه که میتونه فیلم رنگی تولید کنه. 3 تا 4 تا شرکت بودن که یکی دیگهش کوداک بوده و دیگه چیا بوده؟ کونیکا که حالا تو ایران هم معروف شد و یه شرکت دیگه به اسم آکوا. آره این 4 تا انگار بازار فیلم‌های رنگی رو گرفتن و خب اینم یه موج جدیدیه، تکنولوژی گرونی انگار و یه انحصار چند جانبه یه جورایی تشکیل میشه و دیگه بیشتر و بیشتر هم میتونن سود بکنن شرکت‌ها. خب کم کم فیلم‌های رنگی هم ساخته میشه دیگه. آره. سینما رنگی میشه دیگه. اینجا منظورت از فیلم دیگه فیلم سینمایی. آره فیلم‌های سینمایی رنگی میشن و تازه اونجاست که ما می‌بینیم که همچین چیزی. آره.
و حالا یکی از اولین کارگردانایی که فیلم رنگی ساخت، یه سری فیلمای رنگی که ما امروز میبینیم قدیمیان، اینا رنگی شدن بعدن با پست پروسس. آره آره. ولی فیلمی که واقعا رنگی گرفته شده باشه از اول، یکی از فیلمایی که من میشناسم، نمیدونم اولی یا نه، ولی برای هیچکاک ریر ویندو. ولی از همین کارگردان ما سال 1960 یه فیلمی داریم دوباره سیاه‌سفید که من اینو شنیدم در موردش که یه دلیلش پروداکشن کاست، هزینه بالای در واقع فیلم رنگی گرفتن بوده، و اینکه یه مقدار هم انتخابای زیبایی شناسانه، یعنی می‌دونیم تو فضای رنگی شاید پیدا کردن، هنوز کارگردان خودشونو پیدا نکرده بودن، در حالی که تو فضای سیاه‌سفید پیدا کرده بودن. شاید حالا با فضای اون فیلم سایکو هم کلا بیشتر بخونه اصلا، یعنی چون خیلی هاره رو اینجور موقعیت‌های این شکلی داره، شاید مثلا با سیاه‌سفید بهتر میتونسته در بیاره. پس ولی به هر حال صنعت سینما میره به سمت رنگی شدن. آره کم کم میره به سمت رنگی شدن. عکاسی هم همین. آره و خیلی هم کارگردانان البته مقاومت میکنن و دیر جوین این ترند میشن، همینطور که امروز مقاومت داریم در برابر دیجیتال. آره با وجودی که شاید خیلی سال دیگه دوربین دیجیتال به کیفیت آنالوگ رسیدن شاید، ولی آره هنوز مقاومت هست. آره این البته دوربین آیمکس هم یه جورایی بی تاثیر نبود، یعنی تونست یه فرمتی از فیلم آنالوگ و فیلم برداری آنالوگو بیاره که واقعا با کیفیت باشه. بعد دهه 60 هم انگار تعرفه های واردات خیلی کالاها برداشته میشه تو ژاپن، یه جورایی ناخواسته کشیده میشه به بازار جهانی. فوجی فیلم میبینه که کوداک راحت میتونه بیاد تو ژاپن بفروشه محصولاتش رو و اینا نیاز داشته که از نظر کیفیتی، و خب خیلی شرکت ها از همین روند تقریبا بعد جنگ جهانی دوم سونی و حالا شرکتی که تو دوست داری احتمالاً آره نینتندو و اینا همه بعد از این روند میبینیم که اومدن و دنیا رو قشنگ تحت تاثیر خودشون، صنعت خودروسازیشو میبینیم. یه جورایی مجبورم بود اقتصاد ژاپن که این کارو بکنه، سر اینکه برای اینکه بتونه خودشو بازسازی کنه بعد از جنگ کلی استقراض کرد از بین المللی. و خب تو باید پولی که گرفتی رو ضبط در یه عددی بکنی دیگه، یه جوری سودشو در بیاری که بعد بتونی. و اون موقعی که بازار ژاپن برات، اونم ژاپن بعد از جنگ، بیش از اندازه کوچیکه. با همین روند فوجی وارد بازار جهانی میشه. دقیقا همینجا بودش اول فیلم گفت، اول این ویدیو گفتیم که مدیر عامل بعدی توی سال 2000 اون موقع وارد بخش فروش و بیزنس دیولپمنت میشه و میبینه که یه دنیای عجیبیه، یه کوداکی که گولاساست خیلی بزرگه و خب فوجی که خیلی در مقابل اون اصلا ریزه و کوچیکه و به حساب نمیاد. الان اونجایی که رسیدیم به اونجا، با این وجود هنوز سکند پلیر نشده بوده، هنوز سکند پلیر هم حتی نشده، ولی پلنش رو داشتیم. برن توی استراتژیاشون، چشم اندازشون کاملا این بوده که از نظر کیفیت از کوداک بزنیم جلو، که خب انگار 10-20 سال بعد میرسن به این هدف. تو خاطرات، حالا یکی از منبعای ما بوده، تو خاطرات این مدیر عامل داره میگه که آقای کوموری میگه که ما سال 1976 مطمئن بودیم که به کیفیت کوداک رسیدیم و کم کم این اعتماد به نفس رو پیدا کردیم که تو بازار جهانی اعلامش کنیم. یعنی حتی بعد از اینکه میرسن یه مدتی طول میکشه که مثلا این اعتماد به نفس رو به دست بیارن، بگن که آقا ما از کوداک خیلی تو دهه 90 شاید یه جورایی دیگه این موضوع دیگه، یا حتی دهه 80 شاید. خصوصا بعد از یه گزارشی که فکر کنم کانسیومر ریویو یا اگه دارم اسمشو درست میگم، آره منتشر کرد در مورد این که آره واقعا فیلم‌های فوجی فیلم هم کیفیت کوداک که خب یه لحظه تاریخیه دیگه برای فوجی فیلم. سکند پلیره، ولی سکند پلیری که حتی داره رو دست کوداک میزنه. ولی خب قبل‌تر از اون هم حتی خیلی هوشمندانه تر انگار توی مارکتینگ و اینها کار میکردن. یعنی توی المپیک 1984 بوده فکر کنم که تو لس آنجلس بوده، یعنی کشور کوداک ولی اسپانسرش فوجی فیلمه. یعنی یه جورایی هم میشه گفتش که اصلا کوداک انقدر بزرگ بوده که میگفت من نیازی ندارم اسپانسر یه همچین بازی بشم، همه من میشناسن، من شماره یکم، ولی فوجی فیلمه که اینجا میاد. جوینت ونچر میزنن با زیراکس. این کلا دنبال فرصت مختلف بوده که از جاهای مختلف وارد بازار آمریکا هم بشه، چون ناگزیر بوده یه جورایی. و وارد صنعت چاپ میشن، صنعت چاپ با زیراکس. بعد
پس اینجا یه تنوع جدید دوباره تو بیزینس فوجی به وجود اومد. صنعت آره. چاپ هم وارد شد. اینجا هم حالا. صنعت چاپ هم وارد شد و خب خود صنعت، حالا جلوتر که بریم میبینیمش، صنعت فیلم هم، یعنی اون فیلم های عکاسی که اینا میسازن هر لایش یه لایه یعنی یه لایش که به نور حساسه، یه لایش به رنگ حساسه، یه لایش آنتی اکسیدانه که مثلا این اکسید نشه این فیلم که بعداً تو صنعت‌های حالا مجاورشون وارد میشن و یعنی خودش منبع بیزنس مدل جدیده. آره. هر لایش یه بیزینس هر لایش یه بیزینسه. و خب آره داریم میرسیم دهه 70. دهه 70 هم اونجاییه که دوربین دیجیتال به وجود اومده. بعد میریم دهه 80. اینجا این اعتماد به نفس کودک به این چیز میشه. کودک که خب قول بازار بوده، اینجا واقعا چیزی نداریم در موردش بگیم. کودک صنعت عکاسی یعنی کودک، صنعت فیلم برداری یعنی کودک، فیلم میخوای کودک. و همه جام هی این کودک مومنت و اینا رو شعارش بوده. اون کودک مومنت میشناختنش، تا لحظه‌ای که دوست داری میخوای ثبت کنی کودک نیاز داری. و گره خورده بوده با خاطرات آدما. یه همچین شرکتی داریم در موردش صحبت می‌کنیم. بخاطر این فوجی فیلم اینجا واسه ما جذابه که چی شد که رسید به کودک اصلا. توی دهه 80 هم که گفتیم که چیز شد، المپیکو اسپانسرش شد و حالا میریم جلوتر همینجوری داره نزدیک و نزدیکتر میشه که میرسه به دهه 90 و حتی کانسومر ریویو میگه که آقا اینا فرقی نداره. حتی شاید بهتر، اگه بهتر نباشه کمتر نیستش کیفیتش. اینجا چه نکته به نقش اونم باید ببینیم. آره نقش اون کانسومر ریویو هم باید ببینیم. تا مدت‌ها تا همین چند وقت پیش که یوتیوبرها و اینفلوئنسرها و اینا در بیان واقعا یکی از مراجع خیلی مهم بود. برای که شرکت‌ها تو حوزه‌های مختلف لوازم خانگی خصوصا تلاش می‌کردن که اونجا دیده بشن و به عنوان محصول با کیفیت شناخته بشن. و جالب اینه که حالا کانسومر ریویو هم تو فرمت مجله‌اش هم تو فرمت سایتش حق به اشتراک هم دریافت می‌کرد بابت اینکه آدما بیان اینا رو بخونن و پیشنهاداتشو ببینن. جالبه. آره بعد و خب انگار که توی اون از دهه 80 از 1980 بگیریم دوربین دیجیتال بحثش باز شده، یه سری پروتوتایپ ازش اومده تو بازار اوایل دهه 80. اگه نگاه کنیم به کوداک و فوجی فیلم انگار خیلی استراتژیاشون فرق نداشته، فقط یه فرق اضافی داشته. کوداک غول بازار بوده، شماره 1 بوده، فوجی فیلم می‌خواسته بهش برسه. کوداک نیازی به اثبات خودش نداشته، فوجی فیلم دنبال اثبات خودش بوده، دنبال این بوده که شماره 1 بازار بشه. ولی توی چیزای دیگه خیلی انگار فرقی نداشتن و اینکه فقط هم رو بازار دوربین متمرکز نبود. آره به اندازه کوداک رو یا بازار فیلم بگیم. شاید کوداک به اندازه فوجی چیز نبوده، پراکندگی نداشته، توی دایورسیتی نداشته تو محصولاتش. و خب یه همچین فضایی رو داریم، انگار استراتژیشون هم خیلی فرقی نمی‌کرده. یعنی دوباره برگردیم به خاطرات کوموری، به گذشته که نگاه میکنه خیلی برمیگرده که دنیای دیجیتال رو داشتیم میدیدیم تو آیندهمون دیگه. حالا رسیدیم به دهه 90. خب هر دوتاشون هم دوربین دیجیتال تولید کردن، وارد بازار کردن، ولی خط اصلیشون نیست. یه چیز خیلی سرگرمی طور، حالا کسی خواست بگیره ببینه. استراتژی داشتن که 3 تا بخش بوده استراتژیش. یکیش این بوده که کیفیت فیلمامون رو خیلی بیشتر کنیم، محصولات متنوع‌تری رو وارد بازار کنیم که بتونیم صنعت دیگر هم دست ببریم توش، تهدید رو بیاریم پایین‌تر، و اینکه وارد دنیای دیجیتال هم بشیم. و به نظر میرسه کوداک هم خیلی فرقی نداشته، یعنی اونم همینجوری داشته میرفته جلو. اونم کم کم تو صنعت سلامت وارد میشه، توی چیزای دیگه میره. ایستمن کمیکال کامپانی که تا امروز هم وجود داره، یکی از بخش خیلی مهمش بوده، چند تا شرکت داروسازی میخره، وارد صنعت دیجیتال میشه، کیفیت فیلماشو بهتر میکنه. همین اتفاق واسه کوداک هم میفته. انگار فرقی نداشتن با هم دیگه. یه فرق ریزی ولی من اینجا میبینم و مرتبط به نظرم به پارتنرشیپ فوجی با زیراکس. به عنوان کمپانی که وارد صنعت چاپ به معنی حالا خصوصا بعداً پرینترها شدی، کامپیوترها دارن میان، پرینترها دارن میان. پرینترها البته اون موقع هنوز سیاه‌سفیدن، ساده‌ن، بیشتر برای پرینت کردن تکست استفاده میشن، ولی کم کم پرینت کردن تصویرم داره یه چیزی میشه. میدونی این آینده رو شاید راحت‌تر بدونی ببینی وقتی میبینی که میتونه یه فرمت دیجیتالی داشته باشه عکس، میتونه از همون فرمت دیجیتالی درجا توسط یه پرینتر
چاپ بشه به جای اینکه مثلا توسط اون پروسه ظهور و اینا به وجود بیاد. روی البته من اینجا فریم یه بزرگتر. خورده برگردیم عقب‌تر، صنعت پرینت هم جزو پورتفولیو کوداک بوده. از روز اول خودشون چاپ می‌کردن عکس‌ها رو واسه مشتری‌ها. ولی پرینتری که دست کانسیومر باشه و بره مثلا حتی اونجا توسط وارد چاپ میشن بشه. ولی یه بیزینس، ولی خب دیر وارد میشن. یعنی داشتن همیشه اینو توی خونشون، توی این هاوس بوده پرینتینگ و فکر می‌کردن که مثلا اوکی حالا ما هر وقت بخوایم وارد اینم میشیم دیگه، داریم تکنولوژی شد. ولی حتی تکنولوژی رو معرفی میکنن تو دهه 90 ایزی شیر، یعنی بین دوربین و کامپیوتر و پرینتر و همین راحت مثلا از دوربینت فیلمو سریع منتقل کنی روی کامپیوترت بعد پرینت بگیری. خب فیلم آنالوگ خیلی چیز عجیبی بوده. اسکنر میخواسته، اسکنرهای فیلم. آره اتفاقی که همین امروز هم هستش، یعنی هنوز هستن عکاسایی که دوست دارن با فیلم آنالوگ عکس بگیرن و یه سری اسکنرهای خیلی پیشرفته هستش که میتونه فرمتی به تو بده که بتونی بعدا همه کارم بکنی. دقیقاً. ولی خب بازم بیایم مثلا به زیرساخت صنعت نگاه کنیم. خب یه صنعتی بوده که مثلا فرض کن دهه 80 بهش گفتن 2005 قراره که همچین اتفاقی بیفته. خب تحلیلی بوده که تو صنعت معمول بوده احتمالاً. ولی خب فرض کن 25 سال 30 سال آینده قراره اتفاقی بیفته و مدیری اینجا هستش برای تصمیم گیری که عمرش از 10 سال بیشتر نیست. 10 سال قرار مدیر عامل این شرکت باشه. چرا ریسک کنه؟ چرا مثلا انقدر، یعنی نگاه کنیم عجیبم نیستش که ریسک عجیبی نکردن. خیلی البته بعد ساختار سهام و سهامداری هم نگاه کنیم اونجا. یعنی یه چیزی که نمیدونم معمولا استفاده میکنن برای اینکه منافع شخصی رو گره بزنن با منافع سازمانی، سهام زیاد دادن به اون آدم تصمیم گیری است که شاید 10 سال باشه 20 سال نباشه. و سن و سالش هم بعد نگاه کنیم که خودش 20 سال بعد میدیده یا نه. آره. ولی احساس میکنم که یعنی تو این تاریخچه‌ای که داشتیم میخوندیم دهه 90 دهه‌ایه که تفاوت‌ها کم کم شروع میشه. یعنی من دوست دارم از این استعاره استفاده کنم که با تیر میزنه تو پای خودش کودک. البته نمیدونه در لحظه که همچین کاری و اون تیره چیه؟ اون تیرم اینه که بخش سلامت و داروسازی و ایستمن کمیکال کامپانی اون بحث چیزش رو از خودش جدا میکنه، اون شرکت رو میفروشه. ایستمن کمیکال کمپانی جدا میشه و کوداک که تازه مدیر عامل جدیدش اومده بوده که توی موتورولا بوده اعلام میکنه که کوداک یک شرکت دیجیتال خواهد بود. ما کلا فولی دیجیتالیم، هیچ چیزی به جز دیجیتال نخواهد تمرکز میکنه تو این دهه. البته که یه جورایی شاید بایاس مدیر عامل جدید و موتورولا هم بوده. هر مدیر عاملی که میاد با خودش یه تصمیمات جدیدی رو میاره انگار. از موتورولا میاد و اتفاقی که میفته، البته که این تحلیل من افتر د فکت، بعد از اینکه اتفاق افتاده دارم نگاه میکنم میگم یه همچین اتفاقی بد بود واسه شون. شاید حتی اون موقع توی روزنامه مثلا مینوشتن کوداک این کارو میکنن، میگفتن وای چقدر عجیب، چقدر مثلا چه تصمیمات بولدی، چه چیزی گرفت. و خب اون موقع انگار مثلا فوجیفیلم صرفا سرگرم این بوده که من کوداکو بزنم کنار، که اتفاقا میزنه کنار. سال 2000 بیشترین فروشش رو داشته فوجیفیلم و سال 2001 اول میشه توی فروش فیلم‌های آنالوگ. با چقدر اختلاف؟ خب میشه عدداشو در آورد. جالبه که موتورولا اون موقع رو مرور کنیم که چه کمپانی بوده. موتورولا اون موقع کمپانی بوده که مستقیما چیپی که بیاد توی کامپیوترهای باز دوباره مصرف کننده ها که معمولا اسکیل بالا میخواد استفاده بشه تولید میکرده، که حالا یکی از معروف ترین دیزایناشو بعدن که اون تیکش با آی بی ام مرج میشه و میشه آی بی ام موتورولا. فکر کنم اگه اشتباه نکنم اینو باید باز دوباره چک کنیم، اصلا پایه معماری X86 بعدن اولین گوشیه و کامپیوترهای اپل هم سی پی یو هاشون اون موقع خیلی هاشون موتورولا است. اولین تلفن همراه هم تو موتورولا بوده که یعنی تو صنعت خودش احتمالاً نوآورترین چیزی بوده که میتونستم ببینم. آره اونم خودش میتونه واقعا موضوع اپیزود دیگه باشه. آره اونم کامل میتونه. آخه تو این شرایطی که دهه 90 داره اتفاق میفته، دیجیتالیزیشن، اینترنت اون موقع اومده و خب کوداک وبسایت اولین شرکتی بوده تو اون صنعت که وبسایت میزنه، فیلماشو میفروشه آنلاین. بعد یه همچین فضاییه، یعنی مثلا کاملا
توجیهشون این بوده که ما داریم دیجیتالی میشیم دیگه، دیجیتالی تر از این. من وبسایت زدم، دارم محصولاتم آنلاین میفروشم. که خب اگه برگردیم اون موقع هنوز نمیدونیم چه اتفاقاتی قراره بیفته، هنوز شبکه‌های اجتماعی نیومدن. ولی یه اتفاقی هم بوده توش که میدونی یه دلیلی هم که شاید دیر کوداک رفت سمت دیجیتالی شدن همین بود. میگفتن که این دوربین دیجیتال و دوربین فروشی که صنعت خیلی لو مارجین تریه نسبت به فیلم. خیلی های دیگه هم ممکنه بتونن واردش بشن، ادامهش بدن. آره. و خود دوربین حالا آنالوگو که باز دوباره به شما یه کامپیتنسی هایی بعدن برای دیزاین دوربین دیجیتال هم میده رو شرکت کمپانی بیشتری با مارجین پایین داشتن اون موقع تولید میکردن، در حالی که صنعت فیلم یه صنعت های مارجین بوده واقعا، به خاطر همون اولیگوپولیه، به خاطر اینکه سالها این پروسه رو آپتیمایز کرده بوده کوداک. و خب تو یه بیزینس های مارجین رو به این راحتی نمیای ول کنی برای یه بیزینس لو مارجین، مگه اینکه بدونی سرنوشت گریزناپذیرته. آره، حتی اگه بدونی هم این اتفاق قراره بیفته احتمالاً میگی که خب بذار تا وقتی که این وجود داره، این گاو شیردهه، برگردیم به اون ماتریس BCG. آره. اون گاو شیرده تا وجود داره بدوشمش. درسته. چرا از همین الان بکشمش؟ بدوشم تا وقتی زنده است، بعدش که چیز شد میپرم روی موج بعدی. ولی مشکل دقیقا اینه که تو بری بغل کنی اون سرنوشت گریزناپذیر رو، در حالی که شاید بتونی سرنوشتای موازی رقم بزنی. یعنی کلا وارد بازی که تهش برات باخته نشی. آره. ولی شاید کوداک فکر میکرد که با نوآوری، با پیشگامی اینجا میتونه که حداقل لیدر اون بازار بعدیه باشه. یعنی درسته مارجین پایین تره ولی من پلیر وانش باشم. اتفاقی که خب بعدن داشتی یه بازاری میافتاد جلوتر، حالا بهش میرسیم. آره. ولی فایده نداشت دیگه. و خب خیلی تلاش هم کرد. یعنی اگه بخوایم یه استوری به کار ببریم، انگار همزمان که پاشون رو گاز بود رو ترمز هم گرفته بودن. این چیزی که خود کوموری میگه ما فوجی اینجوری بود. یعنی ترمز رو گذاشته بودیم که هزینه‌ها رو کم کنیم، ساختار سازمانی عوض بشه، بتونیم دووم بیاریم. خیلی مثلا پراکنده بود آرندیمون، برای مثلا کمیکال یا آرندی داشتیم، برای عکاسی آرندی داشتیم، برای همینا رو یکی میکنن. و خب داشتیم گاز میدادیم که به این صنعت دیگر هم ببینیم. خب این کاری بود که فوجی داشت میکرد. و خب همزمان کاری که اون طرف داشت اتفاق میافتاد توی کوداک این بود که تا جایی که میتونیم شیر رو بدوشیم، تا جایی که میتونیم سودمون رو ببریم بالا، حد اکثرش کنیم، و همزمان یه تلاشی هم بکنیم توی این که وقتی این دوربین دیجیتال اومدن توی صنعت دیجیتال ما نامبر وان باشیم. که اتفاقا 2005 بیشترین تعداد دوربین دیجیتال رو فروختند انگار. این تلاششون رو کردن انگار. خب حتی ولی 2 سال مونده به اپل آیفون بیاد بازار رو به هم بریزه. این من دارم میگم که حتی اگه این تلاش رو هم حتی خیلی بیشتر از این تلاش رو میکنم، واقعا تأثیری داشت برای اینکه زودتر دیجیتالی بشن. حتی آره تمام تلاش میکردن که زودتر دیجیتالی بشن. آیا کمکی میکرد به زنده موندنشون؟ چون بعداً ما اینستاگرامو داریم. آره. کلاً میدونی یعنی اگه نگاه کنیم که کوداک توسط چه چیزایی جایگزین شد، کمپانی که روی عکاسی توسط کانسیومر متمرکزه. البته فیلماشو پرو هم استفاده میکنن ولی اونجا دوربینی نمیزنه. بعد بیزینس فیلم داره شاتداون میشه، بیزینس دوربین داره میاد جاش که اینا توش بهتر نبودن و لو مارجین هم هست. آره. و خب اول شما تصور میکنی که اوکی حداقل دوربین دست همه کانسیومر قرار باشه دیگه، دوربین دیجیتال همونطور که قبلا دوربین آنالوگ بود. ولی این میاد توسط موبایل این فرضیه غلط در میاد و اون بازار باقی مونده که مونده سمت دوربین عکاسای آنالوگ هم شاید بیش از اندازه دیگه کوچیکه. آره. تولید میاد پایین. آره. و باز دوباره رقابت تو شدیده و تو با کوداک هم استراتژی همیشه رو کانسیومر بوده، در اینجا اصلا روش تمرکز نکردی. خیلی سمت دوربینا، سمت فیلم‌ها چرا ولی سمت دوربینا تمرکز نکردی. خیلی و تکنولوژی شیفت مثلا که اینستاگرام و فیسبوک هم ایجاد کردن دیگه خیلی عجیب. مثل اینه که یه آمریکایی با کشتی و توپ و تفنگش سر زده باشه به قبایل اینکا. آره دقیقا همین میخواستم بگم. یعنی انگار خیلی کلاسیک داشتن نگاه میکردن به استراتژیاشون توی اون بازاری که خیلی شدید داشته عوض میشده چهرش. یعنی حتی
یه شبکه اجتماعی فوتو شیرینگ به اشتراک گذاری عکس میخرن او فوتو. بعد انگار مثلا خیلی مثلا یکی از چیزاشون بوده که میگفتن ما اینو میخریم که دیجیتالی بشیم، ما وارد اینترنت شدیم، ما وارد دنیای جدید شدیم، ولی از همون استفاده میکردن که هی ایزی شی رو پروموت کنن که آقا بیایید از چاپ مثلا عکستون رو بدید ما چاپ کنیم، عکس دیجیتالتون رو بدید ما چاپ کنیم. اینجا به اشتراک گذاشت، هی بنر میزدن که آقا بیا چاپ کن، واسه مایندست قدیمی رو آره. ریختی تو پارادایمای جدید. آره می‌خواسته از این بیزنس جای استفاده کنه که بیزنس قبلی خودش رو یه خورده بیشتر مثلا بیاره بالا، که خب باز به جای انگار نمیرسه. حالا برگردیم ببینیم فوجی چی شد، چی به سرش اومد تو این سالا. فوجی سال 2000 مدیر عاملش عوض شد همین آقای کوموری که هد بیزنس دیولپمنت سمت کمیکالاشون بوده، این محصول شیمیایی و اینا، که خیلی تلاش کرده بوده که فوجی فیلمو کمک کنه که زنده نگه داره این شرکتو. یعنی یکی از چیزایی که اینا رو خیلی کمک کرد هم سمت بحث صنعت سلامت بود که اون فیلمای ایکس ری که اینا میفروختن، هم سمت همون اون فیلمای عکاسی که گفتیم چندین لایه داشت و حتی وارد صنعت آرایشی بهداشتی شدن. انگار یه برند زدن به اسم آسکالیفت که چون اینا آنتی اکسیدان داشتن روی فیلماشون که خب از اکسید شدن فیلم جلوگیری میکرد، همونا تو توی لوازم آرایشی بهداشتی نیاز داری، پوست اکسید نشه. و خب یکی از چیزای دیگه‌ای که واقعا روش ریسک کردن مانیتور LCD بوده انگار. یعنی همزمان مانیتور پلاسما هم بوده تکنولوژیش و معلوم نبوده کدوم اینا میگیره، کریستال مایع میگیره یا پلاسما میگیره، که اینا کریستال مایع تولید میکردن. ریسک سنگینی رو اون میکنن و مثلا میگن که احتمالاً این کریستال مایع بیشتر از پلاسما، که اونجا انگار خیلی موفق نبودن. ولی نبودن خودش داره میگه که بودیم، یعنی میگه که اصلا این که ما اونجا بودیم که این کریستال مایع رو بدیم به صنعت LCD بتونه استفاده کنه باعث شدش که این تکنولوژی جلو بیفته. باید فروش دهه 90 و 2000شون رو ببینیم، چون خب امروز که به وضوح میدونیم اینا توسط کره‌ای‌ها محو شدن. اون سال انگار فروش خوبی براشون میاره. ولی بعد ببینیم اون موقع سوخت کافی ساخته برای اینکه شرکت جلو بره یا نه. بعد یه همچین اتفاقایی که میفته وقتی هم که خودش میاد میشه مدیر عامل، اینم در نظر بگیریم دیگه، اومده مدیر عامل شده، هد بخش دیجیتال نبوده و تحلیلش همین بوده که تو دیجیتال بحث سر قیمته که دوربین ارزان‌تر با کیفیت بهتر میده، مارجینا خیلی میاد پایین. این تحلیلو خیلی داره تکرار میکنه تو خاطراتش برای بازار کانسیومر. آره برای بازار کانسیومر، و میگه که یعنی کلا استراتژیشون عوض میشه دیگه. بخشی که میخواستن تنوع بدن به بازار رو خیلی سنگین‌تر میرن سراغش. صنعت تصویربرداری دیجیتال رو میرن سمتش، سمت دیوایس های آپتیکال نوری میرن، سمت هایلی فانکشنال متریال. خب بالاخره تو صنعت مواد هم بودن، مواد پیشرفته داشتن تولید میکردن برای همون یه خورده فیلم میتونستن وارد اون صنعت بشن. سلامت و زیبایی رو که گفتیم اسکالیفت، ولی کارخونه های فیلم روم است که شروع میکنن کم کم جمعش میکنن، کوچیک کردن. آره یعنی از همون موقع کاملا انرژیشون همزمان که کوداک داره تمام توانش رو میذاره روی دیجیتالی شدن، این داره تمام توانش رو میذاره که بره ببینه تکنولوژی که داره چه مشتری خارج از صنعت عکاسی براش وجود داره. ماتریس چیز معروفیه دیگه. تکنولوژی که من دارم، حالا کانسومر الانم داره ازش استفاده میکنه که حالا عکاسی بوده بیشتر، چه جاهایی وجود داره که میتونیم اینو بهشون ارائه بدیم، حالا چه تکنولوژی هستش که با تکنولوژی امروز هم میتونم بهش برسم که همین مشتری میتونه ازش استفاده کنه، یا اصلا یه بازار جدیدی برام بگیرم باشه که این صنعتایی که گفتیم ازش میاد بیرون احتمالاً و کاملا توانشون میذارن رو این داستان. حالا یه خورده بیایم عقب‌تر، من احساس میکنم اتفاقاتی که میفته از سال 2000 به بعد انقدر سریع بوده که خودشون هم سورپرایز میشن. یعنی حتی کوداک و فوجی هم حتی سورپرایز میشن. یعنی یه جوری بوده که انگار نمایی بازار از بین میره، آروم آروم، اول 1%، 2%، بعد یهوی 10%، یهوی 20% میفته از تقاضایی که وجود داشته. این هم یه آفتیه ها، همیشه خطی ما داریم مثلا میگیم که این صنعت رشد میکنه یا رو به افول میره، همیشه خطی داریم میبینیمش، مثلا یه جایی بالاخره میرسه به صفر دیگه. ولی اونجوری نیست انگار. حالا بیایم یه خورده جلوتر ببینیم که استراتژی کوداک چی شد توی 2000 تا 2010.
من یه خورده که گشتم احساس کردم که یعنی کوداک تا سال 2007 که پتنت عکاسیش، پتنت دوربین دیجیتالش زنده بود، یعنی سال 2007 سال 1977 چیز کرده بود، ثبتش کرده بود. 30 سال هم پتنت عمر دارن دیگه. 2007 داشتش که تموم میشد. تا اون موقع انگار استراتژیش این بود که هر کسی رفت سمت دوربین دیجیتال، من برم ازش شکایت کنم، سهم بگیرم، پول بگیرم. یه جوری موفقم بود دیگه، یعنی از LG تقریبا $1 میلیارد پول گرفت. بعد از اپل شکایت کرد، از سامسونگ شکایت کرد، از همه شکایت کردیم. من این استراتژی رو بیشتر با اسم استراتژی اوراکلی میشناسم واقعا. از بس که توش قوی بودن، اونام خیلی این کارو کردن دیگه. هر کی از تکنولوژی. آره، و اینکه حتی شرکت‌های دیگر رو که خریدن باز دوباره یه عالم پتنت سو کردن سر اونا، مثل سان مایکرو سیستمز که خرید اوراکل. آره. کلا معروفه به اینکه اون شرکت توسط وکیلا اداره میشه. بعد از اینکه 2007 دیگه آخرین پتنتشون اکسپایر شد و دیگه آخرین پتنت که نه، خیلی پتنت داشتن دیگه، پتنت اصلیشون بود، این دوربین دیجیتال دیگه اکسپایر شد، هر کسی میتونست بسازه. یعنی تمرکز بعد از این توی مثلا دهه بعدیش رفت رو این که پتنت بفروشیم و خب ارزش پتنتاشون یه جایی بیشتر از مارکت کپشون بود حتی، و همه اینا رو فروختن تقریبا تا زنده بمونن تو همون بعد از 2012 میشه دیگه این چیزی که دارم میگم من. ولی خب 2012 ورشکست شدن، یعنی کمکی هم نکرد بهشون، دیجیتالی شدن هم نتونستن دیجیتالی بشن. تمام چیزایی که اکوایر کردن، از جمله همون شبکه اجتماعی که اکوایر کردن، تمام چیزا نتونست کمکشون کنه. و خب میرسیم به امروز دیگه. امروز ارزش شرکت، یعنی مارکت کپ کوداک $301 میلیون. و برای فوجی چقدره؟ فوجی آخرین عددی که من بهش رسیدم $23 میلیارد مارکت کپشه امروز. آره، حالا نکته جالبی هم میتونم اینجا بگم، تقریبا 46 برابر بیشتر. الان برعکس شده. اون تصوری که تو فوجی از کوداک وجود داشت تو دهه 50 60 که قولیه که دیگه چیز نیستش، الان برعکس شده جاشون. الان فوجیه که دیگه آرزوی دست نیافتن یا کوداکه. و خب در حالی که خودش ولی تو هیچ، حداقل تو صنعت عکس برداری دیگه لیدر نیست. دیگه لیدر چهارمه تقریبا. آره، یه نکته شاید جالبی هم که باشه، گفتیم تو دهه 90 اینا ایستمن کمیکال کامپانی فروختن، جدا کردن از خودشون. و اون شرکت الان چقدر میارزه؟ ایستمن کمیکال کامپانی الان $8 میلیارد تقریبا ارزش مارکت کپشه. ارزش بازارش 8 میلیارد. تولید دارو میکنن. یعنی اگه اونو نگه می‌داشتن، روی دایورسیفیکیشن کار می‌کردن، احتمالاً یه جایی مثل الان فوجی بودن. آره. خب در مورد فوجی فیلم یه خورده بیا صحبت کنیم. فوجی فیلم چی کار کرد بعد از این داستان؟ توی اون دهه اول قرن 21 که صحبت کردیم، دایورسیفیکیشن تا جایی که میتونن، یعنی سالی شاید یه عدد خیلی گنده‌ای روی چیز 19-20 میلیارد دلار فکر کنم روی کلا تو اون دهه روی آرندی خرج کردن. آره. صنایع دیگر رو اگه بذاریم کنار، تو صنعت عکاسی کاری که فوجی فیلم کرد که وارد بازی واقعیت دوربین دیجیتال خیلی نشد سنگین اونطوری که کوداک شد. آره زد یه چند تا مدلایی، ولی بعد از اینکه ترند موبایل رو دید تقریبا بیخیال این شد که بخواد دوربین دیجیتالی کانسیومر اورینتد بزنه، برای اینکه مثلا من و شما یه نوعی بخوایم عکس روزمره‌مون رو بگیریم. و کاری که کردیم که چند سالی از این فضا تقریبا به دور بود. سال 2012 هولوش 2012 دو تا کار کرد، یعنی همون سالی که کوداک اعلام ورشکستگی کرد. یکی این بود که یه لاین اپ دوربین جدیدی معرفی کرد به اسم ایکس سریز. حالا این مدت هم یه سری چیزا البته معرفی کرده بود که هیچ کدوم خیلی موفق نشده بودن، و تو اینا خیلی تمرکزش روی سوار شدن بر موج نوستالژی بود. نوستالژیا یعنی قیافه دوربینا معمولا رترو استایل، شبیه به دوربینای SLR آنالوگ قدیمی، ولی امکاناتشون امکانات دیجیتال و جدید. و فوجی تقریبا موج DSLR هم پرید یهو ازش. دوربین DSLR هنوز آینه دارن و اینا، بعد از اون دوربین میررلس اومدن که سبکتر و ارزونتر و اینا بودن نسبت به دوربین DSLR. یهو رفت روی میررلس. آره.
و اولین دوربین هم که زد میررلس بود با موفقیت اون دوربین فیکس لنز هم بود X100 که هنوزم بعدیاش هی تولید شده و هی آپدیت شده. با دیدن موفقیت اون کلا اومد روی X سریزش کار کرد. جالبیش اینه که حالا علاوه بر قیافه که خیلی قیافه دوران آنالوگ رو تداعی میکنه، یه فیچری داره دوربینای فوجی. فکر کنید چیه؟ فیلم سیمولیشن. یعنی دوباره برگشتیم به اون بازی فیلم و اینا. وقتی شما اونا رو روشن میکنید، دوربین حالا دیجیتال میررلس با آخرین امکانات تلاش میکنه که یه ظاهری از نظر کالر پروفایل، از نظر مثلا نویز اضافه کردن، یه ظاهری ایجاد کنه شبیه به عکسای دوران آنالوگ. و این خودش یه ترندی شده. یعنی الان خیلی نرم افزارهای ادیت، خود دوربینای فوجی، جاهای مختلف الان مثلا ترند جدید تو عکسای حرفه‌ای اینه که آنالوگ لوک داشته باشه، آنالوگ لوک هم فیل داشته باشه. یعنی اینجوری انگار عکس حرفه‌ای به نظر میرسه. یه مقدارم حالا من در مورد این میخوندم، دلیلش اینه که چون هنوز فیلمای جدی سینما خیلیاشون روی آنالوگ ساخته میشن، اصلا انگار ذهن ما عادت کرده که اتوماتیک اون ترکیب رنگ و اون خاصیت رو تو تصاویر ببینه فکر کنه که این چیز حرفه‌ای باید باشه. احتمالاً این عکاس جدیه، این فیلم جدیه، این براش خرج شده، این کیفیتش بالاست. اون مسیر رو ادامه داده فوجی فیلم. خودش رو وارد دعوای کانون نیکون هم نکرده. یعنی اصلا دوربینای فول فریم که برای اون مخاطبا نمیزنه. این سریز رو داره که یه جورایی بیشتر شاید برای کسایی که علاقمند و مشتاق به عکاسی ان، اگرچه که پروفشنال هم دارن ازش استفاده میکنن، ولی بیشتر برای اونا انگار داره تارگت میشه. یه جورایی انگار مأموریت خودش میدونه که یه گریزی هم به صنعت عکاسی و فیلم برداری بزنه، با اینکه لاین اصلیش نیست محصولاتش. آره و شاید هم تصمیم اینجوری نبوده و صرفا یه فرصت طلبی بیزینسی بوده، چون بالاخره اون برند شناخته شده بوده تو ذهن آدما توی دنیای عکاسی. وقتی خصوصا یه مدت محصول ندادی، دقیقاً بهترین چیزی که میتونی سوار شی چیه؟ نوستالژی. خب من برگشتم دوباره. نوکیا حتی این تلاشو کرد تو بازار موبایل، فروخت به HMD گلوبال و انتظار داشت که شاید بتونه دوباره تو اسمارت فون‌ها برگرده، ولی موفق نشد. یه موج اولیه یه فروش خوبی هم داشت، ولی براش کوداک هم همچین تلاشی کرد دیگه. یعنی 2012 که شروع کردن پتنت فروختن زنده بمونن، که آنتونی پرز بود مدیر عامل اون موقع، که استراتژیش این بود دیگه، این پتنت ها رو بفروشیم، موقع دیگه به دردمون نمیخوره. بعد یه آقای میاد به اسم جف کلارک که یعنی توی هیئت مدیره کامپک بوده، عضو هیئت مدیره اتودسک بوده، این آدمی که دوباره دیجیتال، دوباره آدمی از دنیای دیجیتال اومد تو کوداک. چیکار کردن؟ یه محصول دادن به اسم کوداک اکترا. چیه این کوداک اکترا؟ یه گوشی موبایله که دوربینه، یه دوربینیه که گوشی موبایل هم هست. و خب اینم افتضاح زیادی به بار آورد. 2014 تقریبا شاید. پس دیگه اسمارت فون‌ها تقریبا دیگه گل کرده بودن و اینا. آره گل کرده بودن، مشخص بود بازار چیزیه، بزرگیه. اینا هم گفتن خب ما که برند مثلا مشخصه، دوربین، خب عکس و اینا عکساشون داره چیز میشه، به خاطر عکساشون دوربینا دارن فروش میرن، عکسا بهتر بگیره بیشتر فروش میره. حداقل مدل ذهنی اونا این بود. البته که خب اکوسیستم رو نمیدیدن احتمالاً تو تحلیلشون، شاید هم میدیدن ولی خب گفتن بالاخره از شروع کنیم دیگه. ولی خب شکست خورد، چون نه اگه مثلا تو کاتگوری موبایل بخوایم نگاه کنیم، تو موبایل میان رده بود. اگه تو دوربین بخوایم نگاه کنیم، بهترین دوربین دیجیتالی هم نبود که تو بازار بود. یه چیزی بود که نه این بود نه اون بود. و خب به جای هم این یکی از دامای واقعا رایجه که محصول شما تو هیچ کاتگوری اگه نتونه سرآمد باشه، معمولا عاقبتی جز شکست نداره. که مثلا لپتاپ‌های کانورتیبل و نمیدونم 2 در 1 و اینا رو دیدیم که با وجودی که شاید اوایلش خیلی جذاب به نظر می‌رسیدن، امروز خیلی جزء لپتاپ‌های پرفروش نیستن. یه ذره میتونیم الان برگردیم ببینیم که اصلا چی شد که موبایل اینطوری محو کرد بازار دوربین دیجیتال کانسیومری رو. دوربین دیجیتال کانسیومری انگار دوربین آنالوگ کانسیومری رو محو کرد که اینجا یه آغازی بر پایان کوداک بود تقریبا. یه چیز جالبی هم وجود داره ها، من دلم واسه فوجی فیلم میسوزه واقعا. چون که دقیقا سال 2001 که اینا میشن شماره 1 بازار، سالیه که دیگه
پایان فیلم های آنالوگو این همه تلاش میکنن میرسن به قله زیر پاشون خالی میشه. آره جالبه این. آره. من فکر میکنم نظر شخصی اینه که خب دوربینای موبایل رو ببینیم اوایل نسبت به همه دوربینای دیجیتال باز خیلی ضعیف‌تر بودن. خیلی. آیفون اول یه دوربین 2 مگاپیکسلی فاصله کانی ثابت، خیلی وقتا عکسای بلری اوت آف فوکس داره میگیره، فقط حالا یه یو ایکس باحال داره. سالی که نوکیا آره که همون سال توسط نوکیا مارک شدن که مثلا ما پیار سال مثلا دوربین 5 مگاپیکسلی با این فیچرها اینجوری زدیم، مثلا شما الان تازه با هم چیزی اومدی. نوکیا که خودش بعدا محو شد و یه ترند دیگر رو ندید، یه جورایی شاید کوداک زمان خودش بود. میتونیم یه اپیزود میخواستم بگم اپل کوداک کلا دوربین دیجیتال یا هر چیز دیگه تنها جایی نبود که منقرض کرد. آره بلکبری، نوکیا، خیلی چیزا. آره واقعا زلزله بزرگی بود تو کانسیومر الکترونیکس موفقیت اول اپل و جالب اونم خودش کمپانی بود که از دل ورشکستگی داشت برمیگشت. من فکر میکنم چند تا دلیل داره. یکی این که خب خیلی بیشتر اکسسیبل میکرد موبایل، عکس گرفتن و از تو جیبت در میوردی دوباره میرفت تو جیبت، در حالی که اون دوربینا حالا میگفتن ما پاکت بلیم، ولی به این راحتی هم تو پاکت نمیرفتن، بالاخره یه کیفی چیزی میخواستن همراه. و اینکه تو موبایل به هر دلیل دیگه همراه داری همیشه و هر موقع موقعیت عکس گرفتن به وجود بیاد سریع درش میاری، در حالی که در مورد دوربین دیجیتال این شکلی نیستش. بعد از قبل فکر کرده باشی که خب اینجایی که میخوام برم احتمالاً میخوام عکس بگیرم که پس ببرم بخوام. اینا خودش این دوتا عامل باعث شد که تعداد عکسای گرفته شده حالا تو ترندها میتونیم ببینیم تو دنیا به صورت انفجاری افزایش پیدا بکنه. ولی مسئله یه چیز دیگه است به نظرم، حتی اینکه اون کانسیومر داشت بیشتر از چی عکس میگرفت؟ از لحظات شخصیش، خانوادگیش، چیزایی که میخواست دقیقاً این هم کوداک مومنت براش بمونه. خب و خیلی وقتا اون کیفیت عجیب غریبی هم نیاز نداره برای اینکه شما یه تصویری از یه خاطره این همین الان آلبوم‌های خانوادگی رو نگاه کنی خیلیش کیفیت خوبی ندارن. دقیقاً نه عکاسی حتی شاید یکی از اصول عکاسی رو رعایت کرده باشه، نه خیلی جنبه هنری داشته باشه. و اسمارت فون‌ها خیلی سریع حالا به کمک همون قانون مورد اگه اوایل هم متوسط بودن در این زمینه سریع به حدی رسیدن که برای ثبت خاطره به اندازه کافی خوب بودن. و حالا خاطره رو تو دوست داری چیکارش کنی؟ خاطره رو دوست داری تا میتونی به اشتراک بذاریش. و اینجا ورود شبکه‌های اجتماعی هم باعث شد که و اینکه خیلی راحت میتونید از اونجا شیر بکنی، برخلاف دوربین دیجیتال یه سری فیچرهای اضافه کردن که این کار رو راحت کنن، ولی باز بر سادگی مثلا یه دوربین اسمارت فون نبود این کار براشون. اونجا جایی که خیلی راحت میتونی بیای مثلا تو اینستاگرام یا فیسبوک هر جای دیگه این عکس رو شیر بکنی، بقیه رو تگ بکنی روش، خیلی سریعتر از قبل این عکس‌ها به دستشون برسه. آره و طبیعیه که تو به عنوان کانسیومر این تجربه رو انتخاب میکنی در نهایت، نه اون دوربین دیجیتالی که هزار تا دردسر ایجاد میکنه و تو به عنوان یه ابزار هنری هم بهش نگاه نمیکنی که بخوای اون همه سربار و هزینه و دردسر رو بپذیری برای این کار. جالبه ریت هیستینگز هم یه همچین تحلیلی داشت، یعنی یه جایی توی یکی از مصاحبه‌هاش میگه که مثلا کوداک چجوری میتونست واقعا زنده بمونه. دوربین دیجیتال رو اگه مثلا درست میرفت سمتش، بعد شبکه‌های اجتماعی میومدن، گوشی موبایل میومدن، یعنی موجه یکی دوتا نبود، هی داشت پشت سر هم تغییرات ایجاد میشد. مثل یه بوکسوری که یه مش خورده داره میره میخواد بلند میشه بعدی رو میشه. ولی جالبیش هم اینه که کوداک تاریخچه‌شو با هم دیگه مرور کردیم دیگه. خودش شرکتی بود که صنعت عکاسی رو دگرگون کرد، یه جوری دموکراتیزه کرد. خیلی آدما با اینکه کیفیتش اولا به خوبی اون وت پلیت و درای پلیت نبود، فیلم‌های جدیدی که داده بود، حتی دوربینای جدیدی که داده بود، ولی کم کم کیفیت رفت بالا و زد کنار اون قبلی‌ها رو. و همین اتفاق، همین بلا سر خودش هم اومد. یعنی شرکتی که خودش برهم زد یه بازار رو، خودش هم توی موجهای بعدی از بین رفت. آره و من برام جالبه که یعنی اگه یه روزی بتونم اطلاعات بیشتری در مورد موضوع پیدا کنم، ببینم که چقدر این که دیگه کوداک فاوندر لد نبود روی موضوع تاثیر داشت. چون میدونی بعضی فاوندرها خیلی وقتا ریسکای بزرگتری میکنن تا کسایی که به ارث بردن یه کمپانی رو، یا مثلا اون
یک کاراکتریستیک ویژگیایی داشتن که اوایل اصلا باعث اون ریسکای بزرگ شده که شاید دوباره وجودش در اونها باعث بشه که اون کارو تکرار بکنن. خیلی کمپانی‌ها معمولاً که نوآوری اولیه خوبی داشتن ولی نتونستن ادامهش بدن، یکی از دلایلشون این بوده. یکی دیگه هم مثال داریم دیگه واسه این داستان. آره. خود نتفلیکس که گفتیم یه بار از صنعت اجاره فیلم اومد روی ویدیو، یه بار از صنعت ویدیو آن دیمند، یه بار از صنعت وی او دی رفتش سمت کلا فیلم سازی و بعد در این مدت فاندرش عوض شده بود. فاندرش نه عوض نشده بود، ریت هیستینگز همون فاندرش. این به نظر میشه مهمیه. شاید فاندرها در صورتی میتونن روحیه خودشونو ادامه بدن تو اون شرکت که موفق شده باشن کالچر خیلی قوی ساخته باشن. چیزی که حالا بزوس ادعا میکنه که این یکی از دوتا کاری بوده که من کلا تو آمازون کردم، کالچر قوی ساختم، آدمای استخدام کردم که مطمئن شدم که اینا بهتر از خودشون استخدام میکنن. همین دوتا. ریز د بار، همون که میگه نفر بعدی که میاد باید استانداردو ببره بالاتر، یا اینکه مثلا هر از گاهی ریکانسیدر میکنن و یه سری آدمی که قبلا استخدام کردن و اخراج میکنن. اینی که میگه همیشه بعد هر چند سال یه بار از خودت بپرسی که این آدمی که استخدام کردی امروز هم استخدام میکنی یا نه. خاطر اینکه این باره رو داری بالاتر میبری. هی حالا من چیز دیگه که برام شاید به چشمم اومد این بودش که تو ادبیات خاطراتی که داشتین مدیرعامل کوداک، مدیرعامل فوجی فیلم آقای کوموری میگفتش این بودش که انگار یه تابویه ورشکست شدن یه شرکت، از بین رفتن یه شرکت برای ژاپنیا و خب برای آمریکایی‌ها انگار اونقدر تابو نیست که واسه ژاپنیا هست، یا حداقل نمیدونم البته که ساختار مثلا حمایت‌های دولتی اونجا چه شکلیه، چقدر حمایت میکنه که این همچین اتفاقی نیفته، صنایع دیگه‌شون چقدر پشت مثلا صنعت چی میگه پشت شرکتایی که ممکنه ورشکست بشن میان. اینا رو نمیدونم ولی احساس میکنم این تابو حداقل تو ذهن اون خیلی پررنگ‌تر بوده. و خب جالبیش برای من کجا بود اینکه حالا یه خورده از سطح یه شرکت بیایم بالاتر، صنعت، اقتصاد. تو آمریکا یعنی مثلا این چه اتفاقی افتاد؟ اپل اومد گوشی تلفن همراه کلا اسمارت فون رو مفهومش رو دگرگون کرد، یه چیز جدیدی آورد. بعد شبکه‌های اجتماعی اومدن که اینا همه شرکت جدید نوپا بودن، حالا به جز اپل، فیسبوک و اینا نوپا بودن. و خب اپل هم تو زمان خودش به هر حال اینم دوباره از ورشکستگی برگشته بود. اون شرکت‌های لگسی نبودن، اون اولیه ها نبودن. انگار نوآوری خیلی جدی‌تر توی آمریکا اتفاق افتاد، ولی انگار توی ژاپن اینجوری بودش که بذاریم همون شرکتایی که تا الان بودن، همین شرکت قدیمیمون بیان موج جدید نوآوری رو بیارن، مثلا سونی بیاد واسه ما اسمارت فون بزنه، یا مثلا همین الان خودرو الکتریکی تویوتا بیاد بزنه. تو این کیس هم فوجی فیلم فرار کرد از اینکه بخواد تو این بازار اینوویت کنه و در رفت به بازارهای کناری که میتونه توش آپتیمایز کنه، مدت بهبود بده چیزای فعلی رو تا دوباره برگرده. و باز دوباره الان هم ورود جدیدش به بازار عکاسی، حالا به عنوان پلیر 4 و 5% سهم بازار، یه ورود اپتیمیزیشنیه. بخاطر همین به نظرم خیلی هم چیز بدی نیست این چرخه رشد و مرگ شرکت ها. آره من به نظرم نباید واقعا عذاب بگیریم یا چیزی برای اینکه حالا یه شرکتی از دست رفته، چون قطعا این از همین اتفاقاته که اون کل رفاه کل جامعه جهانی هی افزایش پیدا میکنه. یه گریزی هم من به نسیم طالب بزنم اینه که نسیم طالب خیلی دوست دارم. آره پشت سرم کتابش هم هست. یه گریزی که بزنم میگه که برای اینکه یک ساختار پاد شکننده باشه، یعنی نسبت به تغییرات، نسبت به فشارها، استرس ها نه تنها مقاوم باشه که حتی قوی تر بشه با هر موج جدیدی که میاد سمتش، لزومی که وجود داره اینه که زیر مجموعه هاش اتفاقا شکننده باشن. یه اقتصادی که پاد شکننده بخواد باشه که با هر موج جدیدی، با هر تهدید جدیدی که میاد قوی تر هم بشه، هر بحرانی که براش اتفاق میفته قوی تر برمیگرده، لزومه که زیر مجموعه اون اقتصاد، شرکت ها، اینها شکننده باشن. اگه مثلا چیزی هست ورشکست این یه ذره دوباره منو برمیگردونه به همون حرف استیو جابز که میگفت ترجیح میدم یه محصول خودم سهم بازار اون یکی رو بگیره. یعنی این ساب یونیتا، این ساب یونیتا باید بتونن که همدیگه رو نابود کنن، بشکنن همدیگه رو، تا اینکه کله محصولات باید سریع چرخه‌هاشون رو طی کنن
تا شرکت من زنده بمونه. و شاید این چیزیه که کمپانی‌های جدید که بگم، یعنی در واقع آخرین موج اون دیسراپتورهای کمپانی‌های آمریکایی که انقدر الان تونستن بزرگ بشن خوب یادش گرفتن، یا حداقل بهتر از قبلیاشون یادش گرفتن. شاید همه چیزایی که در مورد تیم‌های کراس فانکشنال و اینا میگیم یه جایی به همین برگرده. اون تیم یونیت کوچیکی که عین یه استارتاپ میتونه نوآوری بکنه، دیسراپ بکنه و عوض بکنه بازی رو. یه چیزی هم من اشاره کنم و شاید بتونیم ببندیم دیگه بحثمون رو، این که این تصویر من امروز حالا داشت با یه دوربین فوجی فیلم از این سری جدیدش گرفته میشد. آره. تصویر منم اتفاقا شاید فکر کنین کوداک ولی کنونه. هیچ ربطی نداشت. خب آره. خیلی حال داد. آره منم خیلی لذت بردم. واقعا همیشه دنبال این فرصت بودم که ببینم چه اتفاقی واسه کوداک افتاد. کوداک چی بود؟ چون فقط اسمش رو از دور شنیده بودم. و این تقابلم جالب بود با اون فالوور اون موقعش. آره البته که جادش باز بیشتر هم بررسی بشه، یعنی یه جاهایی ما عدد نداشتیم، یه جاهایی دیتا اونقدر نبود، ولی آره گفتگو جالب بود. مرسی که اومدی. مرسی از تو قربون. امیدوارم گفتگوهای دیگه هم داشته باشیم. فعلا روز بخیر. خداحافظ.